سلام دوستان. این قسمت دوم داستان زندگی بهنوشه. اگه قسمت اول رو گوش ندادید برید توی صفحه‌مون قسمت اول رو ابتدا گوش بدید. بریم سراغش. روزایی که 3 نفری با هم میرفتیم بستنی میخوردیم تو ذهنم بود. نمیدونم چرا ولی تصمیم گرفتم با احمد مشورت کنم. خیلی بزرگ و عاقل میدیدمش. وقتی رسیدم خونه بابامو برگشتم سریع بهش زنگ زدم و همه چی رو گفتم. گفت ببین من جای تو باشم قبول میکنم. یکی این که میبینم چقدر تو و پسرت دارید از دوری هم رنج میکشید. این رنج، این دوری تموم میشه. دوم این که خرج تو میده. بعد از دنیا رفتن باباش وضعش خیلی خوب شده. تو باید کاراشو، نارو زدناشو نادیده بگیری. تصمیم با خودت. گفتم احمد شرمنده‌تم، اما اگه خواهر جای من بود چی بهش میگفتی؟ گفت تو خواهر من نیستی. اگه تو خواهر من بودی اینقدر حمایتت میکردم که واقعا نیاز نباشه برگردی و بری با همسرت زندگی کنی. اینقدر حمایتت میکردم که نخوای با شهاب بری دوباره سر زندگیت. الان من خبر دارم حال سینا خوبه. پیش اونا بهش خوش میگذره، بهش میرسند. ولی بچه مادر میخواد. من که کم کم داره 40 سالم میشه بدون مادرم نمیتونم. اگه نباشه احساس کمبود میکنم. چه انتظاری از بچت داری؟ من حرفمو گفتم. خودت میدونی. من هیچ نظری ندارم. ولی شهاب نمیتونه از هیچ کدوم از شماره های تو گوشیش دست بکشه. با خودم نشستم فکر کردم. سینا رو داشتم. خرج زندگیم هم داشتم. خونه جدا هم داشتم. دیگه مامان بابامم نمیدیدم. همون شب به شهاب زنگ زدم و حال و احوال کردم. میونش گفت پشت خطی دارم و رفت. نیم ساعتی طول کشید. بعد نیم ساعت خودش بهم زنگ زد. آروم پرسیدم کی بود؟ شهاب خیلی ریلکس گفت امروز به یکی شماره دادم. اون بود. نمیدونستم روی تصمیمی که گرفته بودم بمونم یا نه. دو دل شدم با این حرفش. گفتم من یه کاری برام پیش اومد. بعد دوباره بهت زنگ میزدم. نشستم رو زمین. تکیه داده بودم به دیوار. به معنای واقعی کلمه زانوی غم بغل گرفته بودم. تصمیم سختی بود. همون وقت مامانم اومد توی اتاق و گفت تو شرف نداری؟ دوباره رفته بودی دم مغازه مهرداد. گفتم مامان نرو رو مخم. من حقمو میخوام. گفت نمیبینی مغازهش از بین رفته. مشتری نداره. گفتم به من چه؟ نداشت و اون همه هزینه برای عروسی میکرد. مامانم گفت حالا تو حقت برای چیته؟ وا بده بهنوش. میخوای چیکار؟ آبرو برامون نذاشتی. برای چندر قاز پا میشی میری اونجا که چی بشه؟ ملت فکر بد میکنن. میگن لابد خاطرشو میخوای. عصبی داد کشیدم. اونا کی باشن؟ چرا من باید خاطر مهردادو بخوام؟ این چه حرفاییه؟ بلند گفت تو خیلی خواستگار داری. از خداتم باشه. تا ابد باید همینجا ور دل ما باشی. پاتو کردی توی یه کفش که میخوای جداشی از شهاب. حالا اون یه اشتباهی هم کرد. تو باید میبخشیدش، نه اینکه بیای بشی آینه دق ما. دوباره حرفای همیشگیشو تکرار کرد. داد کشیدم. مامان از این اتاق لطفاً برو بیرون. مامانم غرغر کنان بیرون رفت. در قفل کردم. دوباره به شهاب زنگ زدم. در حال مکالمه بود. سری خودش بهم زنگ زد و گفت کاری داری؟ گفتم شهاب رو حرف صبحت هستی؟ گفت کدوم حرف؟ گفتم همین که بیایم با هم دوباره ازدواج کنیم. با هم زندگی کنیم. گفت آره والا. به خدا بهنوش بهترین تصمیمو گرفتی. من به تو و سینا خیلی میرسم. مراقبت میکنم. گفتم اون وقت کسی قراره بفهمه که ما دوباره ازدواج کردیم؟ گفت نه فقط خودمون دوتا. هر جام بخوای برات خونه میگیرم. شهرستان میخوای یا شهر باباتینا؟ گفتم باید فکرمو کنم. البته یه سری شروطم دارم. گفت باشه شرطاتو بگو. گفتم ببین
من دیگه فهمیدم و مطمئن شدم تو نمیتونی از این خانوما دست بکشی. اولین شرطم اینه که باید هر روز بیای پیش من و سینا. شده 2 ساعت، شده 3 ساعت، نیم ساعت، ولی هر روز باید بیای ما رو ببینی، نه اینکه ویل کنی و بری. دومین شرطم اینه وقتی پیش منی گوشی تعطیل. حق نداری با هیچکی حرف بزنی. گوشی تو باید خاموش کنی. من میدونم تو با کسایی هستی ولی نمیخوام به چشمم ببینم. قبول میکنی؟ یکم مکث کرد و گفت آره قبول میکنم. این چیز زیادی نیست. فقط فعلا بهتره بیای شهرستان. من این اداره‌ای که استخدام شدم شهرستانه. بخوام دوباره برگردم شهر شما و برم سختمه. فعلا بیا شهرستان. سریع قبول کردم. خیلی از خانوادم ندیده بودم که بخوام پیششون بمونم. گفتم تو اونجا دنبال خونه باش تا من خانوادمو نرم کنم و چمدونمو ببندم و بیام. همون موقع رفتم تو پذیرایی. گفتم یه خواستگار برام اومده مامان. مامانم یهو گل از گلش شکفت و گفت کیه؟ چی کار است؟ گفتم توی یه اداره دولتی کار میکنه. از پدرش ارث زیادی بهش رسیده. بعضش خوبه. فقط یه بار ازدواج کرده و جدا شده. یه بچه‌م داره. گفت خب خیلی خوبه. بهش بهله بده بیان خواستگاریت. مامانم از خداش بود من برم. فقط میخواست ازدواج کنم و برم. گفتم مامان نمیخوای بدونی کجا باش آشنا شدم یا اسمش چیه؟ شونه‌ای بالا انداخت و گفت خب بگو. گفتم اسمش شهابه. مامان و بابام دوتایی برگشتن سمتم و خیره بهم نگاه کردن. مامانم هنوز دوزارش نیفتاده بود. برگشت سمتم و گفت هم اسم شوهر قبلیته؟ گفتم خود شوهر قبلیمه. شهاب بهم پیشنهاد ازدواج داده. مامانم گفت عقل تو از دست دادی یا ما رو مسحکی خودت کردی. اون همه رفتی دادگاه و اومدی. پاتو کردی توی یه کفش که میخوام جداشم. برات وکیل خوب گرفتیم. کلی هزینه کردیم. حالا میخوای برگردی سر خونگی اولت. گفتم واقعا دیگه کشش ندارم از سینا دور باشم. بابام داد کشید. ول کن بابا. شماها چه گلی به سر من زدید که حالا سینا بخواد بزنی؟ بی خیال فکرشم نکن. ولش کن. ساده نباش. میخوای بری و باز یکی و ورداره بیاره تو خونه؟ گفتم اتفاقا این چند باری که موقع دیدن سینا دیدمش مدام داشت با یکی حرف میزد. هنوز کارشو ول نکرده. من فکرامو کردم. پذیرفتم که با یه نفر همیشه هست. دیگه تصمیممو گرفتم. میخوام برم. بابام شروع کرد داد و بیداد. آخرشم گفت خودت میدونی. تو خیره سر شدی. ولی اگه رفتی دیگه حق نداری برگردی. تو جوب میخوابی ولی بر نمیگردی اینجا. برگشتم اتاقم. شروع کردم جمع کردن وسایلم. دوباره به شهاب زنگ زدم و گفتم من دوباره فردا میام اونجا. با هم بریم دنبال خونه بگردیم. فردا نشستم توی اتوبوس و رفتم سمت شهرستان. اون موقع که میرفتم مامان بابام هیچ کدوم خونه نبودن. صبح شهاب منو برد توی باغشون. گفت عصر میاد دنبالم که دنبال خونه بگردیم. عصر شروع شد. از این بنگاه به اون بنگاه. حالا که شهاب گفته بود هر چی دلت میخواد میتونی انتخاب کنی، دلم یه خونه قشنگ میخواست. حالا که شهاب نمیتونست کاراشو ادامه نده، لااقل یه خونه خوب داشته باشم که توش دلم خوش باشه. یه خونه، یه قسمت ساکت شهر، روبروی باغا. طبقه 7 برام رهن کرد. 140 متر بود. پنجره‌هاش سمت باغای شهرمون بود. دلواز و بزرگ بود. رفتیم پرده سفارش دادیم. من مهمون نداشتم، پس ظرف و ظروفی هم نمیخواستم. شهاب بردم یه لباسشویی و ظرفشویی و یخچال و یه دست مبل و این چیزا رو سفارش دادم. تخت و کمدی هم برای سینا سفارش دادم. خونه رو تمیز کردم. تنها تمام وسایل رو چیدم. منتظر شدم تا غروب شه و شهاب بیاد. شهاب اومد. نظرش رو راجع به خونه داد. گفت مثل قدیم خوش سلیقه‌ای یا. گفتم حالا فعلا نمیخوام تو پیشم بمونی. هرچی نباشه تو الان محرم من نیستی. فردا صبح شهاب اومد دنبالم. رفتیم محضر.
عقد موقتمون رو ثبت کردیم. رسمی و محضری. توی راه به شهاب گفتم میشه یه مسافرت بریم. من با سینا شادترین زن دنیا بودم. همون موقع شهاب بی تحلل زنگ زد اداره و مرخصی گرفت. راه افتادیم سمت شمال. بهش گفتم شهاب رخت و لباس نیوردم. گفت بی خیال. میخریم. فقط در خونه رو قفل کردی. سری به نشونه تایید تکون دادم. چند باری گوشی زنگ خورد. چند بارش رد تماس داد. به سختی چشمو نگه می داشتم. اصرار داشت که بخوابم. میگفت تو استراحت کن. چشمامو که باز کردم دیدم روبروی دریاییم. سینا هم تو صندلیش بیدار شده بود و نشسته بود و منتظر بود من بیدار شم. نور خورشید تو چشمم بود. صحنه خیلی رویایی بود. آرامش بود. رفتیم یه جایی صبحونه بخوریم. بعد بریم ویلا. آروم به شهاب گفتم یه چیز ازت میپرسم راستشو بگو. از کوره هم در نرو. این دختره که همش باش حرف میزنی ستاره است. خندید و گفت نه بابا، لیاقت منو نداشت که. شوهر کرد. گفتم خب این کیه؟ گفت یکی دیگه. تو چی کار داری؟ چه فرقی میکنه؟ گفتم سوال اصلی. میدونه تو ازدواج کردی؟ اینی که داری بهش پیام میدی؟ سرش انداخت پایین و گفت نه. یک نه یک کوتاه. گفتم باشه، فرقی نمیکنه. من هنوز دوست دارم شهاب. برای همین اومدم باهات زندگی میکنم. دستشو گرفتم و گفتم شهاب تو رو خدا به من دروغ بگو. شیرین شیرین ازت خواهش میکنم. بگو به خاطر من همه رو ول میکنی. پیش منم که هستی با هیچکی حرف نزن. در حالی که لقمه املت تو دهنش میذاشت فقط سری به نشونه تایید تکون داد. اون چند روز رو قولش بود. گوشیشو اکثرا خاموش میکرد. متوجه میشدم که میره سر پشت بوم گاهی با یه نفر حرف میزنه. ولی من میخواستم خودم رو گول بزنم که راحت‌تر باشم. سفر 1 هفته‌ای ما تموم شد. همین که کنار سینا و بالا سرش بودم برام کافی بود. اما میدونستم باید خودم رو جمع و جور کنم. با خودم گفتم از این فرصت استفاده کن. اگه شهاب به تو نارو میزنی تو هم از پولی که داره استفاده کن و خودتو بکش بالا. اول تصمیم گرفتم برم دانشگاه. ولی یه کمی فکر کردم دیدم آخه چه فایده؟ به چه کارم میاد؟ بعدم خیلی طول میکشه. 4 سال. من خیلی تو کارای هنری استعداد داشتم. هر هنری. خطاطی مالی بود، نقاشی مالی بود. کیکایی که من درست میکردم رو دست نداشت. یکی از دلایل پس رفت مهرداد این بود که نیرویی مثل منو از دست داده بود. همه میگفتن کیکاش دیگه طعم قبلی رو نمیده. خودم هم حتی یکی از دوستامو فرستادم دم مغازش. یکی از کیکاشو بگیره و بیاره. ببینیم چطوریه. تا 3 روز بعد از اینکه اون کیکو خوردم ترش کرده بودم. فهمیدم به خاطر آرد و جوش شیرین زیاده. روزام خوب میگذشت. هر بار که مامانم و خانوادم زنگ میزدن رد تماس میدادم. میدونستم نمیخواند حالمو بپرسن. فقط میخواند زنگ بزنند و دخالت کنند تو زندگیم و کارم. با شهاب حرف زدم و گفتم میخوام یک کسب و کار جدید را بندازم. گفت چه کاری؟ گفتم تو رو خدا نه نیار. اینطوری منم سرگرم میشم. بیا شیرینی فروشی بزنیم. تو سرمایه‌شو بده. من کار میکنم. سودش نصف و نصف. گفت میخوای حال پسردایی تو بگیری؟ گفتم ابدا نه هیچ وقت. فقط به خاطر اینکه من به این کار واقعا علاقه دارم. تنها کاریه که دوستش دارم. اون موقعی که اونجا تو کارگاه شیرینی پزی شیرینی درست میکردم بیشترین آرامشو داشتم. میخوام پیشرفت کنم تو این کار. از استعدادی که خدا بهم داده استفاده کنم. همین. ولی باید تمام کارا رو محضری انجام بدیم. آدم از آینده‌اش خبر نداره. نمیخوام بعدن بلایی که سر مهرداد اومد تو هم سرم یه وقت بتونی بیاری. گفت بذار فکر کنم خبرت میکنم. 2-3 روزی راجبش حرف نزدیم تا بالاخره اون شب فرا رسید. بهم گفت ببین من راضیم. از فردا بیا بریم دنبال کاراش. بریم دنبال مغازه برای رهن. شهرستانشون بزرگ بود. اما فقط یه خیابونش بود که شلوغ و پر رفت و آمد بود. نظر من فقط روی همون یک خیابون بود. شیرینی فروشی مهرداد دور یه میدون شلوغ بود. کلی گشتم تا بالاخره 200 متر بالاتر از اون میدون جایی رو رهن کردم. سینا رو 2 ساعت گذاشتم خونه یه مادر شهاب و تمیزش کردم. برای اینکه خرجمون کمتر بشه خودم تنها رنگش کردم. کفش کف پوش زدم که نخوایم سرامیکش کنیم چون موزاییک بود.
و تازه بعد 10-20 روز تونستم ازش یه مغازه واقعی درارم. خیلی از مغازه مهران کوچیک‌تر بود، ولی اینم خوب بود. یه تابلوی خیلی بزرگ شیکم زدیم درش. تازه اون موقع ها تابلوهای براق اکلیلی مد شده بود. ما اولینش بودیم. کلی به مغازه رنگ و لعاب داده بودم. کلی برای دکورش تحقیق کرده بودم. پرسیده بودم که چطور دکوری برای شیرینی پزی بهتره. یه کمکی هم گرفتم. روز افتتاحیه رو با تخفیف شروع کردیم. و بعد از مدتی کارمون رو رسما شروع کردیم. خلاصه که قلقله بود. وقت سرخاروندن نداشتیم. یه هفته بعد دیدم مهرداد پیام داد. این قنادی جدید مال توئه؟ از کجا آوردی؟ پیام دادم به تو ربطی نداره که از کجا آوردم. بعد با خودم فکر کردم نکنه حساس بشه بخواد کاری کنه. نوشتم من فقط اینجا یه کارگرم. به هم حقوق میدن. از خودم نیست. از شهابه. من فقط کیک درست میکنم. لطفاً دیگه به من پیام نده. امروز خیلی شلوغیم و گوشیمو خاموش کردم. شهاب هنوز به کسی نگفته بود که با من ازدواج کرده. فقط گفته بود چون میخواستم کمکش کنم بهش سرمایه دادم. خانواده‌شم از خداشون بود که من و شهاب سرگرم همدیگه باشیم. چون کمتر زحمت سینا رو میکشیدن. زیاد دخالت نمیکردن و از شهاب هیچ سوالی نمیپرسیدن. به حال خودش رهاش کرده بودن. کم کم بعد یه مدت با یه تالار عروسی قرارداد بستیم که شیرینیاشو ما تهیه کنیم. این شروع پیشرفت‌های ما بود. اول کاری به شهاب گفتم با وجود سینا همه شیرینی‌ها رو من نمیتونم درست کنم. چند تا کمکی گرفتیم. یه دختری بود که از همه زرنگ‌تر بود. اولش بلد نبود ولی خیلی سریع‌تر از اونچه که فکر میکردم راه افتاد. من فقط دیگه کیک تولد درست میکردم. باقی شیرینی‌ها رو اون دختر و یه نفر دیگه بودن که درست میکردن. توی همین گیرودار بودیم. تو روزای خوب قنادیمون. من و 2 تا دخترها توی کارگاهمون بودیم. شهاب نبودش. یه نفرم گذاشته بودیم پشت دخل. سر ظهر بود و خیابون خلوت. ما معمولاً توی ظهرها مغازه رو میبستیم و همگی با هم تو آشپزخونه دور هم نهار میخوردیم. کسی نمیرفت خونش. ولی کرکره اصلی رو پایین نمیکشیدیم. اون روزم مثل همیشه مغازه رو بسته بودیم و رفتیم توی کارگاه و آشپزخونه. من داشتم رو صندلی چرت میزدم. یه دفعه صدای خورد شدن پنجره ها کل مغازه رو فرا گرفت. آژیر مغازه صداش در اومد. هممون داد کشیدیم. خیابون خیلی خلوت بود. چند نفری که ماسک زده بودند این کارو کرده بودند. پنجره های مغازه کامل پایین اومده بود. زنگ زدم 110. ولی قبل از اینکه برسند اونا تونستن چند تا از ویترینای مغازه رو پایین بیارن. بعدم برن. ما هیچ کاری ازمون بر نمی اومد. من فقط سینا رو بغل گرفته بودم و گریه می کردم. خلاصه 110 اومد. صورت جلسه کرد. به شهاب زنگ زدم. شهاب اومد. به من گفت کسی رو میشناسید که فکر کنید کار اونه؟ بیدرنگ گفتم بله. من مطمئنم که کیه. ازم توضیحات خواستند. کل ماجرای مهرداد رو تعریف کردم و گفتم به این دلایل مطمئنم کار مهرداده. ولی ما هیچ مدرکی نداشتیم. مهرداد رو آوردن اونجا. ولی گفت اون تایم من تو خونه بودم. بلند گفتم مگه نمیشد کسی رو اجیر کنی؟ منم میدونم خودت نبودی. ولی زیر بار نمیرفت. میگفت نه کار من نبوده. شما مدرکی ندارین. شهاب آخر به مامورش گفت ما نمیتونیم کاری کنیم. مطمئن نمینه. ولی شما یکم دلهوره بنداز به دلش. شاید اعتراف کرد. ما نگرانیم دوباره بخواد همچین کاری انجام بده. به مهرداد گفتم تو اینقدر حقیری که وقتی دیدی نمیتونی با من رقابت کنی این کار رو انجام دادی. الان فقط هم آبروی خودتو توی شهر بردی. همه شهر فهمیدن تو همچین کاری انجام دادی. با این کارت بدون مشتریات میپرن. مشتریای منو بیشتر کردی. و رفتم. مهرداد آزاد شد. ولی همونجور که پیش بینی کرده بودم مهرداد با این کار خودشو انداخت سر زبونا. آبروی خودشو همه جا برد. همون چند تا دونه مشتری هم که داشت رفتند. شهاب خیلی ناراحت و عصبی بود. اما کاری ازش بر نمی اومد. چاره‌ای هم نبود. باید به کارمون ادامه میدادیم. شهاب ناچار شد وام بگیره تا بتونه دوباره اون چیزهایی که گرفته بودیم رو تعمیر کنه. عملاً با این وام هیچی برامون نمیموند. 2-3 ماه اول سخت بود
ولی بعدش یواش یواش راحت شدیم. دقیقاً عین پیشنهاد قبلی. مثل شراکت با مهرداد که یه دونه آجیل فروشی هم افتتاح کردیم، الان هم کنار شیرینی پزی تصمیم گرفتیم یه آجیل فروشی هم داشته باشیم. چند تا مغازه اونورتر اونو افتتاح کردیم، اما نذاشتیم کسی بفهمه از ماست. یکی از فامیله شهابو گذاشتیم بالای سرش تا کار کنه. برای مغازمون دنباله یه یخچال میگشتیم. به شهاب گفتم بیا یه دونه دسته دو بگیریم. حالا که دستمون خالیه. شروع کردم توی این برنامه‌ها دنبال یخچال گشتن. یه دفعه آگهی یکی از یخچالا چشممو به خودش خیره کرد. من مطمئن بودم این یخچالو خوب میشناختم. این یخچال کارگاه مهرداد بود. اول شک کردم خودش باشه. شماره‌شو نگاه کردم و دیدم بله خودشه. دقیقاً شماره مهرداده. شهاب پیشم بود، بهش نشون دادم. گفت بیا ما بریم بگیریمش. فردا باهاش قرار بذار که میایم میبینیمش. گفتم شماره منو داره. عمرن اگه بدش به من. یه گوشی دیگه از تو جیبش در آورد و گفت بیا. با این بهش پیامک بزن و بگو ما این یخچالو میخوایم. آدرس بده تا فردا بیایم ببینیمش. قیافش دیدنیه. با هم خندیدیم. فردا با مهرداد قرار گذاشتیم. آدرس مغازه‌شو داد. از در مغازه تو رو نگاه کردم. هنوز شیرینی داشت، اما کمتر. ولی یکی از یخچالاشو داشت کم میکرد. با شهاب رفتم توی مغازش. داشت با گوشیش بازی میکرد. گفت هان چیه؟ چی میخواید؟ نکنه هزینه پنجره هاتونم از من میخواید؟ گفتم ببین تو همیشه در حقم ناحقی کردی. ولی من الان میخوام به تو لطف کنم. ولی تو نمیفهمی. گفت چه لطفی؟ گفتم اون یخچاله رو که دیشب گذاشتی برای آگهی آدرس دادی، من میخوام بگیرمش. بهتم پیام دادم. مغازمون بزرگ شده. بعد یه لبخند موسیانه زدم. بلند گفت برید بیرون، من یخچال ندارم. برید. شما انگار میخورید. به شهاب نگاه کردم و پقی زدیم زیر خنده و اومدیم بیرون. نزدیکای عید بود و حسابی کارمون گرفته بود. سال قبلش همین موقع ها بود که مهرداد منو جواب کرد. منو میخواست به خاطر حنا بیرون کنه. موفق شد. 1 سال بود که حق منو به هم نداده بود. سینا اکثر وقتا پیش مادر شهاب بود. خودم وقت سرخاروندن نداشتم. خیلی حالم بهتر بود. یادم به پارسال که میافتاد خدا رو شکر میکردم. این وسط گاهی وقتا میدیدم شهاب داره میره مسافرت. با این و اون میرفت. میفهمیدم با کیاس. واقعا از درون رنج میکشیدم، ولی بازم به این زندگی راضی بودم. خودم قبول کرده بودم. هر کار میکرد نادیده میگرفتم. اگه قبول نکرده بودم حق اعتراض داشتم، ولی شهاب نمیتونست این کار رو ول کنه و دست بکشه. دیگه اینقدر پررو شده بود که گاهی عکس خانم رو میورد و بهم نشون میداد. یه بارم یکی از این دخترها وقتی فهمیده بود شهاب ازدواج کرده مدام بهش میگفت اگه بهم باج ندی حتما میام به زنت میگم. دفعه اول برای اینکه ناراحت نشم شهاب بهش باج داده بود. دفعه دوم دختره مبلغ بیشتری خواسته بود. شهابم این مبلغو نداده بود. خانم آدرس مغازه رو داشت. به شهاب گفته بود امروز میرم به خانومت میگم. شهاب بهم زنگ زد. ماجرا رو برام تعریف کرد. بعدم گفت امروز احتمالاً بیاد اونجا. گفتم حالا بلدم چی کارش کنم. حال این یکی رو میگیرم. بقیه رو نمیتونم. ولی این یکی رو که میتونم حالشو میگیرم. یه کیک درست کردم. توش یه عالمه موسهل ریختم. دختره اومد تو مغازه. گفت میخوام باهات حرف بزنم. قبلا دیده بودمش. چند باری اومده بود ازم شیرینی گرفته بود. گفتم جانم. گفت راجب شهابه. دستشو گرفتم و بردمش توی آشپزخونه قنادی و گفتم چی شده. نشوندمش پشت یه میز. براش از اون کیک با چایی آوردم. گفت میدونی شوهرت چه کارایی میکنه؟ گفتم حالا تو کیکتو بخور قندت نیفته. برام تعریف کن. کیکشو خورد و شروع کرد تعریف کردن. آخرش گفتم من از تک تک این کارش اطلاع دارم گلم. یه جوری پرسیدی از کارش خبرداری فکر کردم ازدواج کرده. نه گلم. شماها برای شهاب برای یه روز 2 روزشید. فقط ازتون استفاده میکنه. تو با این که فهمیدی همسر داره چرا رها نکردی بری؟
اکثر رفیقاش نمیدونن که همسر داره. تو که میدونستی چرا رها نکردی و بری؟ خانم سکوت کرده بود، چیزی نمیگفت. از جان پا شدم و گفتم خب حرفتو گفتی، بفرمایید تشریف ببرید خونتون. خانم مات و مبهوت نگام میکرد. بهش گفتم چیه؟ حالت گرفت که نمیتونی از شهاب دیگه هیچ مبلغی بگیری دوباره؟ پاشو خانم جان برو. مبهوت همینطور زل زده بود بهم و از مغازه بیرون رفت. همینطور که بیرون میرفت گفتم یه بار دیگه هم ببینم به شهاب پیام دادی میام آبروتو میریزم. تو محلتون به همه میگم. این کارای شهاب رنجم میداد. اینکه مدام گوشیش زنگ میخورد، مدام به یکی پیام میداد. اما خودمو قانع میکردم. میگفتم تو هم به خاطر ثروتی که به دست آورده باهاشی دیگه. این به اون در. یه حساب درست کرده بودم که شهاب ازش خبر نداشت. هرچی در می آوردم میریختم توی اون حساب. از کارم خبر نداشت و کلاً نمیدونست چقدر دارم. چقدر تو حسابمه. وقتی ازم میپرسید این همه مبلغو چی کار میکنی؟ یه 2 دست لباس نشونش میدادم و یه قیمتی میدادم چند برابر. یه جوری وانمود میکردم انگار خرجم بالاست. فقط دارم خرج میکنم. تو این چند سال دیگه من دختر ساده قبلی نبودم. با وجود بلاهایی که شهاب اونوار سر مهریه برام در آورد و مهرداد سر شراکت، خیلی زرنگ شده بودم. از اون پخمگی در اومده بودم. کم کم اینقدر روی خودم کار کردم که یک آدم بی احساس شده بودم. شهاب اصلا برام اهمیتی نداشت. حالا که روز به روز به مال و منال شهابم اضافه می شد، دخترای دور و برش بیشتر می شدن. اما همیشه می گفت ازدواج نمی کنم. احساسی نسبت به هیچ کدومشون ندارم. یه روز شهاب خونه نبود. منم خسته برگشته بودم. سینا رو هم دنبال خودش برده بود. من چرت می زدم. گوشیم پیامک اومد. احمد بود. گفت میدونی شهاب کجاست؟ گفتم نه. اون عادت داره که چند روز نباشتش. منم عادت کردم. برام مهم نیست. گفت الان بذار بهت بگم کجاست. تعجب میکنی؟ گفتم کجاست؟ گفت امشب مادر و خواهرش بردنش خواستگاری. چشام از تعجب گرد شد. نمیتونستم حس اون لحظه‌مو توصیف کنم. نمیدونم علاقم بود یا نگرانی برای آینده خودم و سینا. اصلا نمیفهمیدم. گفتم پس برای چی سینا رو با خودش برده؟ گفت مادرش اینا نمیخواستند ببرند، ولی شهاب اصرار کرده و گفته باید ببرمش. اگه قرار خواستگاری هر دختری برم، باید بدونه که من سینا رو دارم و بدون سینا نمیتونم. البته نگران نباش. شهاب نمیخواد ازدواج کنه. به من گفت سینا رو با خودش میبره که جواب رد بشنوه. مادرش دست از سرش برداره. حالا زیاد تو نگران نشو. شهاب جدی نمیخواد هرگز ازدواج کنه. اینا امشب جواب نه میدن. ولی اون مادری که من دیدم حسابی به شهاب گیر داده که الا و بلا باید ازدواج کنی. خواب از سرم پرید. دلهرم 2 چندان شد. به شهاب زنگ زدم. سری برداشت. یهو گفت سلام بهنوش جان. کم پیش می اومد شهاب منو به اسم بهنوش جان صدا کنه. گفتم شهاب سینا کجاست؟ خواب بد دیدم. نگرانم. گفت نگران نباش. با خودم آوردمش مهمونی. اگه میخوای تا برش گردونم. همین الان اگه دستور بدی. چشمام 4 تا شد. این شهاب بود اینطوری با این همه خوبی با من صحبت میکرد. معمولا وقتی زنگ میزدم و میگفتم نگران سینام 4 تا حرف بارم میکرد و میگفت چرا زنگ زدی؟ حالش خوبه. فهمیدم جلوی اون خانواده داره با من اینطوری صحبت میکنه. گفتم شهاب یه جوری شدی. چرا اینقدر مهربونی ناقلا؟ راستشو بگو کجایی؟ پیچوند و گفت بعدم برات توضیح میدم. خدافزی کرد. مطمئن بودم از عمد جلوی اونا با من اینطوری صحبت کرده. واقعا میخواست جواب رد بشنوه. خلاصه که احمد همون موقع بهم گفته بود اینا ولکنش نیستن. هر جوری هست میخوان فقط ازدواج کنه. به احمد گفتم قول بده اگه دوباره رفت خواستگاری خبرم کنی. اونم قول داد این کار رو انجام بده. بعدم گفت الانم پیاممو پاک کن. پیامشو پاک کردم. به شهاب پیام دادم امشب اگه تونستی بیا اینجا. اما شهاب نیومد.
تکیه به شهاب، تکیه بر باد بود. درسته، الان برای من خوب بود، اما برای آینده اصلا مناسب نبود. هر آن ممکن بود تحت تاثیر خانواده‌اش ازدواج کنه. اون وقت چی کار میکردم؟ یه شهر دیگه یه دوره کیک پزی گذاشته بودن. اون موقع تازه این چیزا مد شده بود. کیک با فوندانت و شکلا و عروسکا و نقاشیا. شهاب که اومد گفتم یه دوره از شهر دیگه است. 2-3 روز سینا رو بگیرید، من برم یاد بگیرم و بیام. مغازمون بیشتر رونق میگیره. شهاب از خداش بود. گفت خب برو، بیشتر یاد بگیر. همون روز زنگ زدم. فقط 1 نفر جای خالی داشتند. مبلغ دوره رو از شهاب گرفتم. مربیش اصلاً اینجایی نبود. خارجی بود. اول گفتن کلاس 2-3 روزه و بعد 20 روز طول کشید. استعداد منم عالی بود. خیلی تمیز کار میکردم. بعد 20 روز احساس یه استاد واقعی رو داشتم. کیک ها طوری بود که یه شیرینی پز یا آشپز حرفه‌ای نمیتونست خوب درش بیاره. فقط کسی که مثل من اون همه استعداد داشت خوب میتونست درستشون کنه. با اینکه محله کلاسا دقیقاً نزدیک خونه پدر و مادرم بود، اما من توی مسافرخونه موندم. نه من اونا رو میخواستم نه اونا منو. خلاصه که بعد 20 روز با کلی تجربه برگشتم. این کیک ها طوری بودند که 2 برابر کیک های دیگه قیمت داشتند. خوب یادمه. 3 تاشو درست کردم و گذاشتم توی ویترین. یکی برای سالگرد ازدواج بود. یکیشم یک کیک فوتبالی بود. همون روز اول اونا رو بردن. 5 تام سفارش و مشتری داشتم. بهم عکس نشون میدادن و میگفتن اینو میتونی برامون درست کنی؟ منم با کمال میل قبول میکردم. کسی جز من نمیتونست این کیکا رو درست کنه. دیگه کم کم آلبوم دار شدم. میذاشتم جلوشون. میگفتم انتخاب کنید. از این کیکا هرچی که در میآوردم همشو برای خودم برمیداشتم. به شهابم گفته بودم این دیگه نصف نصف نیست. گوشه آشپزخونه یکی از میزا رو برداشته بودم. نمیخواستم کارگر زیاد متوجه بشن. نگران بودم حساس بشن یا نگران بودم یاد بگیرن و از کارم سر در بیارن و برن سمت مهرداد. تو 3 ماه، دقیقاً تو 3 ماه. 3 ماهی که شهاب این ور اون ور برای خواستگاری بود و با خانواده‌اش سر این که نمیخواد ازدواج کنه بحثش بود، من سفارشم از این کیکا به روزی 5-6 تا رسیده بود. کارم اینقدر گاهی طولانی میشد که میومدم توی خونه و کیکا رو درست میکردم. شهاب اون موقع ها اصلا متوجه نبود که من دارم چی کار میکنم. نمیفهمید. منم دستم کم کم راه افتاده بود. خیلی فرز شده بودم. مدلای بیشتری تمرین کرده بودم. مبلغ بیشتری داشتم. یادم 2-3 ماه بعدش توی یه روزی 1 میلیون کار کردم. اون سالا واقعا مبلغ قابل توجهی بود. فکر کنید. حدوداً 10-11 سال پیش. تازه داشتم به نیرویی که دارم پی می بردم. یه عالمه طلا برای خودم گرفته بودم و جمع کرده بودم. به احمد زنگ زدم. نمیدونم چرا بهش اعتماد داشتم. هرگز نمیفهمیدم چطور میتونه اینقدر اعتماد منو جلب کنه. بهش گفتم من فلان قد طلا دارم. به نظرت چی کار کنم؟ گفت بیا زمین بگیر. یه جایی سراغ دارم. جای رشد داره. یا یه دونه خونه. گفتم میشه برام چند تا بنگاه دنبال خونه و زمین بگردی؟ توی این شهر کسی رو زیاد نمیشناختم. با اینکه توش چندین سال زندگی کرده بودم دقیقاً متوجه نمیشدم کجای این شهر بهتره. یه زمین یه جای نسبتاً خوب تونست برام پیدا کنه. بالاخره گرفتمش. قولنامش کردیم. سند زدیم. اعتماد نداشتم که سندو بذارم تو خونه. یه روزم احمد بهم آدرس داد. رفتم یه شهر دیگه. صندوق امانات. سندو گذاشتم و اومدم. شهاب دیگه حرفی از خواستگاریاش نمیگفت. این احمد بود که هر روز زنگ میزد و میگفت امروز شهاب و فلان جا بردن خواستگاری. من آرومتر شده بودم. چون حالا اگر که شهاب نبود من یک سرپناهی برای خودم داشتم. یه روز که تو بالکن داشتیم با شهاب چای میخوردیم گفتم شهاب تو داری این ور اون ور میری خواستگاری؟ اون موقع تازه سینا شروع کرده بود حرف زدن. گفت نه بابا چی میگی؟ کی این چرت و پرتا رو گفته؟ یه قلوپ از چاییم خوردم و گفتم سینا
سینا گفت فعلا که جایی به هم جواب مثبت ندادن. حالا تا بعد گفتم ببین شهاب، هیچ وقت ازدواج نکن. من میدونم تو چه جور آدمی هستی. من میشناسمت. من به خاطر سینا دارم باهات زندگی میکنم. ولی بی شوخی بی رو در وایسی. هیچکی حاضر نیست این شرایطو قبول کنه. هیچ خانومی. خواهش میکنم هیچکی رو بر ندار بیار تو این زندگی و بیچارش نکن. بهش برخورده بود. رفت توی آشپزخونه. لیوان چایی رو انداخت تو ظرفشو رو گفت به خودم مربوطه. سرت به کاراس باشه. تو کارم دخالت نکن. خودم میدونم. نمیخواستم بحث و کش بدم. میخواستم رو کار خودم تمرکز کنم. یکم که فضای بینمون آروم شد، شهاب معذرت خواهی کرد. گفتم میدونم دقیقاً چته شهاب. همین قضیه خواستگاریا باعث شده ناراحت باشی. حقم داری. دستشو گرفتم و بردم نشوندمش رو مبل و گفتم میدونی چیه شهاب؟ قبول کن. ما جفتمون تو خانواده اقبال نداشتیم. ما جفتمون خانواده انگار میخواستن از سر بازمون کنن. حالا تو بیشتر وقت هم با منی، نه اونا. ولی آخرش همین که سینا رو میذاری پیششون و میریم شیرینی پزی رنجشون میده. اگه خواستی ازدواج کنی و در آسایش و آرامش کامل باشی، سینا رو بذار برای من. بذار واسه من و برو، نه اونا. سینا تا وقتی هم که پیر بشه مادر میخواد. من الان نبوده مادرم رو کامل حس میکنم. حس بدی دارم که بالای سرم نیست. دیگه چه برسه به این سینا. شهاب حضانتشو بده به من. برای من. لبخند زد و گفت نه که نمیدمش به تو. برای چی باید همچین کاری انجام بدم؟ مگه تو تنها اصلا از پس این برمیای؟ از جام بلند شدم. ناراحت بودم، رفتم سمت آشپزخونه. نخواستم بحثو بیشتر کش بدم. اومد دنبالم و گفت تو نگرانی سینا زیر دست سن بابا بزرگ شاره؟ خب منم نگرانم. نگران این که نکنه تو ازدواج کنی و بعداً سینا با همسر تو بخواد زندگی کنه. خندیدم و گفتم آخه کی با وجود سینا حاضره با من ازدواج کنه؟ من همیشه یک مادر مجرد خواهم موند. الانم که سینا رو میذارم خونه مادرت، خیالم ازشون جمعه که مراقبشند، دوستش دارن. ولی یادت نیست ستاره چه بلایی سرش آورده بود؟ یادت نیست دستش چی شد؟ یکان یاد اون روزا افتادم. یاد روزایی که از سینا دور بودم. دستش اونطوری شده بود. نشستم رو زمین و های های گریه کردم. گفتم تو که نمیدونی چه رنجی کشیدم. شهاب مثل یک سنگ سکوت کرده بود و بالا سرم ایستاده بود. اشکامو پاک کردم. آروم شدم. گفت خب حالا کی گفته من میخوام اینو از تو بگیرم و میخوام برم یه زندگی جدید تشکیل بدم. ببین حتی اگه ازدواجم کنم سینا با تو این خونه زندگی کنه. منم میرم پی زندگی. تو چی کار داری که حضانتشو بگیری؟ گفتم باشه. تا وقتی هم مدت عقد ما تموم نشده اجازه نداری ازدواج کنی. اگه ازدواج کردی عقد ما کنسله. دیگه اجازه نداری بیای تو این خونه. گفت اون وقت چرا؟ گفتم اون وقت چرا؟ به همین سادگی؟ مگه 1000 سال پیشه؟ دوتا یه وقت رو دل نکنی. یا گفت تو امشب حالت خوش نیست. من میرم اصلا. خدا نگهدار. کتشو برداشت و منتظر بود من بگم بمون. آسه کفششو میپوشید ولی من دیگه حوصله ناز کشیدن نداشتم. گفتم عزیزم درم پشت سرت ببند. بعدم کلیدو گذاشتم توی در که اگه یه وقت نیمه شب دلش خواست برگرده نتونه. خیلی فکر کردم ولی اون لحظه مغزم به جایی قد نمیداد. نمیدونستم چی کار کنم. اگه میخواستم سینا رو بردارم و برم یه جای دور اون وقت باید از مغازم دور میموندم و میگذشتم. من غیر از شیرینی و کیک هیچ کار دیگه ایم نداشتم. خیلی هم رونق گرفته بودم. نمیتونستم دل بکنم و دوباره از صفر توی یه شهر دیگه شروع کنم. این چندمین بار بود که من از صفر شروع میکردم. دیگه کشش نداشتم. پس تصمیم گرفتم چند روزی همینطور بذارم بمونه ببینم چه اتفاقی میفته و چی میشه. جمعه ها ما با دختر یه قنادی یه تاکسی میگرفتیم و میرفتیم باغ. برا خودمون جوجه درست میکردیم، چایی درست میکردیم و از اینجور چیزا. میرفتیم باغ بابا مینا. ولی اول من میرفتم دم باغ. مطمئن شم مامانم اینا نیومدن. بعد بریم تو باغ.
یه جمعه دیدم مامانم اینا اومدند. آژانسم دیگه رفته بود و ما دم باغ نشسته بودیم با کلی وسیله تو دستمون. غر می‌زدیم. زنگ زدیم آژانس بیاد و نیم ساعتی اونجا معطل بودیم. هرچی زنگ می‌زدیم آژانس نمی‌اومد. همین شد که به فکرم رسید باید یه ماشینم برای خودم داشته باشم. خسته شده بودم از پیاده رفتن با تاکسی رفتن. از قبل گواهینامه گرفته بودم. اما انداخته بودمش گوشه یه تاقچه. اون موقع‌ها شهاب دلش نمی‌اومد ماشینشو بده بهم. دیگه هیچ پس‌اندازی هم نداشتم چون اون زمینو تازه گرفته بودم. شروع کردم با شهاب صحبت کردم که من یه ماشین میخوام. گفت خب ماشین منو بردار. گفتم نه نمیخوام. چون مدلش بالاست نگرانم. اگه اتفاقی بیفته اون وقت تو میخوای غر بزنی. یه ماشین دیگه. گفت داداشم رفته خدمت. ماشینش بیاواز تو. گفتم اونم نمیخوام. یه اتفاقی میفته. ماشین مال یکی دیگه است. نمیخوام اینطوری باشه. دستشو گرفتم و گفتم شهاب چرا هرچی من میگم تو نمیاری؟ خواهش میکنم بیا قبول کن دیگه. یه ماشین برام بگیر. حالا یه ماشین از خودم داشته باشم. مبلغی که دارم کمه. تو یکم کمکم کن. به خدا بهت چک میدم جای مبلغت. بعد خورد و خورد بهت پس میدم. گفت همینم مونده از زنم چک بگیرم. خلاصه گفت فردا خودم برات دنبال یه ماشین آبرومند میگردم. از فردا برام افتاد دنبال ماشین. 2 هفته بعد من صاحب یه روهای توسی رنگ شدم. به نام خودم برای خودم بود و البته نیمی از مبلغشم خودم داده بودم. با این ماشین اینقدر احساس استقلال داشتم که با اون زمین هیچ وقت این احساسو نداشتم. نمیدونم چی داشت توش. شاید برای اینکه بهترین روزام دقیقاً همون روزا بود. هر شبم با شهاب میرفتیم تمرین میکردیم که دستم را بیفته. همون موقع ها بود که بهم گفت دیگه واقعا نمیتونه طاقت بیاره و خانوادش گفتن الا و بلا باید ازدواج کنی. گفتم چرا نمیگی؟ نمیگی خب من بهنوشو نرم. گفت اونا میخوان با یکی دائمی ازدواج کنم. بگن پسر ما بعد جدا شدن از زنش سر و سامون گرفت. خودت که خانوادمو میشناسی. بعدم میدونی. فقط مامان و آبجیام از قضیه تو خبر دارن. فامیل نمیدونه. گفتم باشه ولی تو ازدواج کنی شراکتمون چی میشه؟ ما رفتیم محضری کردیم همه چیزو. من حاضر نیستم از این مغازه درام. پس فردا زنت نیاد بگه تو چرا با زن سابقت شریک شدی. اصلا این عادیه که تو با همسر سابقت شریک شدی. شهاب قصه دار گفت نمیدونم. والا نمیدونم. گفتم ولی من همون که گفتم. تو اگر که ازدواج کنی من همه چیز رو بینمون به هم میزنم. روی حرفم هستم. حالا خود دانی. اول یه کمی اصرار کرد و بعد گفتم تصمیمم قاطعانه است. کوتاه نمیام. لطف کن رنجم نده. این به نفع خودت هم هست. تو که دلت نمیخواد تا با همسرت بحثت شد بدوی بیای خونه من. خلاصه خیلی برای شهاب دنبال یه نفر گشته بودن که ازدواج کنه. هر جا میرفت خواستگاری چاره‌ای نداشت جز این که راستشو بگه که من با همسر سابقم شریکم. اگه نمیگفت توی تحقیق میفهمیدن. اونایی که براشون مسئله‌ای نبود مهریه‌های خیلی زیاد مینوشتن. مثلا یکیشون گفته بود سهم ایت از مغازه برای دختر ما. بایدم به نامش کنی. با توجه به شناختی که از شهاب و خانواده‌اش داشتم محال بود قبول کنه. اینها هم اوایل که خیلی پررو بودند دنبال یک دختر آفتاب مهتاب ندیده میگشتن که مجرد باشه. بعد از کلی گشتن ناامید شدن. گفتن باشه. حالا یکی هم باشه یه بار تو عقد جدا شده باشه مسئله نیست. ولی باید توی عقد یا نامزدی باشه. خیلی گشتن. ولی به خاطر شراکت من و شهاب کسی حاضر نبود که با شهاب ازدواج کنه. شهاب خوشحال بود و بعدش نمی اومد که نمیشه ازدواج کنه. اما خواهرش مگه ولکن بودن. آخرش گشتند و یه خانومی را از روستاهای اطراف پیدا کردن که هیچ چیش به شهاب نمیخورد. یه بار توی نامزدی جدا شده بود. بعدش هم گفتند 6 ماه نامزد باشن و بعد عقد و عروسی بگیرن. ولی 1 هفته بعد نامزدی بهانه آوردن که پدر بزرگ پیری داریم. ممکنه از دنیا بره. زودتر عقد کنن.
فاصله خواستگاری تا عقد شهاب 10 روزم نشد. توی این 10 روز هر روز می اومد پیش من و من قاطعانه می گفتم بعد عقد دیگه حق نداری بیای اینجا. بعدش هم هر چیزی که بین خودمون نوشته بودیم و ریختم دور. 3 روز مونده بود به عقدشم، تمام لباسا و وسایلشو ریختم توی یه چمدون و گفتم ببر. بهش گفتم این وسایل خونم تو گرفتی، هر کدومو میخوای ببر، جدیدشو میگیرم. میدید که چقدر ناراحتم. سعی داشت راضی نگهم داره، ولی دیگه آخرش بهش گفتم من زمانی از تو راضیم که واقعا دیگه اصرار بر این نداشته باشی که تو این خونه بمونی. دست از سرم برداری و بری، خواهش میکنم. شهاب رفت. نمیدونم چیم بود. فکر میکردم سنگدل شدم، اما اینطور نبود. هنوزم دوستش داشتم. مثل این بیعقلا رفتم دم محضرش روز عقدش، از دور با خانومش نگاش کردم. مگه این اولین بار بود من شهابو با کسی میدیدم؟ پس چه این بود؟ سینا هم کنار شهاب بود. گفته بود با هر کی ازدواج کنم باید بدونه من با سینام. این خیلی به من دلهره میداد که نکنه برای همیشه از من بگیرتش. خلاصه برگشتم خونه و یه دل سیر گریه کردم. زنگ زدم به دخترای قنادی و گفتم فردا نمیتونم بیام سر کار، حالم ناخوشه. یکیشون که با هم رفیق تر بود گفت به نظرم بیا، بچه‌ها پشت سرت فکرای ناجور میکنن. فقط اون بود که میدونست من و شهاب با هم زندگی میکردیم. باقی فکر میکردم فقط شریکیم. با هر بیچارگی بود رفتم سر کارم. حوصله نداشتم. به یه دوستم که باهاش صمیمی‌تر بودم گفتم تو امروز بیشتر کارا رو انجام بده. من این گوشه میشینم. حوصله ندارم. غروب بود که یهو دیدم شهاب با همسرش اومدن تو مغازه. سلام کردن. تبریک گفتم. نمیخواستم فکر کنه که من ناراحتم. دختر نگاهی به سر تا پام کرد. دستم رو آوردم جلو و گفتم خوشبختم. من شریک آقا شهابم. بهنوشم. دستشو آورد جلو و بام سلام و احوال پرسی کرد. مشخص بود این دختر از من بی پشت و پناه‌تره. یعنی خانواده‌اش گشته بودن و دختری رو پیدا کرده بودن که اگه شهاب روزی 10 بارم هر بلایی دلش می‌خواست سرش می‌آورد، خانواده ی دختر حمایت نمی‌کردن. میگفتن باید بشینی و زندگی کنی. حق نداری برگردی. از اون روستاییای با آبرو و با افکار قدیمی بودن. شهاب یکم دلهره داشت نکنه من حرفی بزنم. اما با سلام و احوال پرسی که کردم آرومتر شد. خلاصه شهاب گفت این خانم من پیشتون باشه، من میرم کار دارم. قبل رفتن اومد دم گوشم گفت بهنوشی وقت چیزی بهش نگی یا. با چشم خوره گفتم تو منو نشناختی؟ هرچی بین ما بوده تموم شده. لطفاً دیگه منو با اسم کوچیکم صدا نکن. ما فقط شریکیم. یکی تو کارمون، یکی به خاطر سینا. غیر از این 2 مورد با من حرف نزن. شهاب رفت. میدونستم رنجش از چیه. این چند روز نتونسته بود با این اون خوب حرف بزنه. رفت که بهشون زنگ بزنه. اون دوستم که توی شیرینی پزی با هم صمیمی‌تر از بقیه بود بهم گفت من اصلا از این دختر خوشم نمیاد. یه جورایی حس میکنم از این هوچیا و کولیای روزگاره. گفتم نه فکر نکنم. نگاه خیلی دختر خوب و معصومی به نظر میاد. گفت باشه بشین و تماشا کن. ببین نذاری اینجا چیزی یاد بگیره ها. خلاصه دوستام که میخواستند دختر یعنی مرجانو ببرن تو آشپزخونه، دوستم نذاشت و گفت نمیخواد ببرنش. اونجا هوا گرمه. یه وقت به یه چیزی هم حساسیت داره. همینجا بشینه پشت پیشخون. اگه مشتری اومد با هم راه میندازیم. منم رفتم تو آشپزخونه. خوب یادمه داشتم فوندانت یه کیکی رو درست میکردم. دختره اومده بود پشت سرم و با دقت نگاه میکرد. اینقدر تو کارم غوطه‌ور شده بودم که نفهمیدم. وقتی برگشتم یهو داده کوچیکی کشیدم. گفتم وای تو کی اومدی اینجا وایسادی؟ معذرت خواهی کرد. گفت خیلی وقته. خواستم ببینم این کیکا رو چجوری درست میکنن. از همونجا فهمیدم حرف دوستم درسته. واقعا دختر فضولیه. لبخند زدم و گفتم اینا رو من خیلی کلاس رفتم. باید از نظر هنری هم قوی باشی. مثلا کسی که مجسمه سازی یا نقاشیش خوبه میتونه. تو میتونی؟ گفت نه. یکم این پا اون پا کرد و گفت بهنوش خانم با حرف دارم.
میدونستم میخواد چی بپرسه. خودم جلو جلو گفتم میخوای بپرسی چرا از شهاب جدا شدم؟ آروم گفت آره میخوام اینو بفهمم. گفتم خب از خودش میپرسیدی. سکوت کرد. گفت میشه بهم بگی؟ گفتم با هم نمیساختیم. تفاهم نداشتیم. دختره از من خیلی کم سن‌تر بود. گفت یعنی چی که تفاهم نداشتید؟ پس چرا شریک شدید؟ دلهره داشتم. تو دلم گفتم شهاب لااقل باید با من هماهنگ میکردی که چی به این بگم. گفتم تو زندگی با هم نمیساختیم ولی شریک خوبی اینجا بودیم. خانواده ها هم دخالت میکردن. نساختیم دیگه. امیدوارم تو کنار شهاب خوشبخت بشی. گفت خانوادش دخالت میکردن؟ یعنی مادر شوهرش قرار دخالت کنه؟ آب دهنمو قورت دادم و گفتم نه. خب مثل همه مادر شوهرای دیگه با هم نمیساختیم دیگه. همه یه سری مسائل دارن. ولی فرهنگ من و شهاب کلا فرق میکرد. نمیتونستیم. اون برای شهرستان بود، من یه شهر بزرگتر. همه چیمون با هم فرق داشت. الانم تو 2 چیز فقط شریکیم. یکی کار، یکی سینا. دستشو گرفتم و گفتم خیالت از بابتی که تو ذهنت جمع باشه. نگران نباش. من و شهاب هیچ سر و سری با هم نداریم. برای اینکه خیالت راحت باشه هر روز بیا اینجا. با شهاب بیا، با شهاب برگرد. که دلهره‌ای نداشته باشی. خوبه؟ دختری که انگار خیالش راحت شده بود گفت باشه. بعد گفت خب من میرم کنار همون خانمه میشینم. اخلاق درست و حسابی هم نداره. خنده‌ای کردم و گفتم نه. کم کم بهتر میشه. یکم سرده. از اون روز هر وقت شهاب اونجا بود مرجانم دنبالش میومد. خودش دختر ساده‌ای بود ولی مشخص بود یکی بهش خط میده. وقتی فهمید من چادر رو کنار گذاشتم اونم کم کم کنار گذاشت. آرایشاش مثل من شده بود. طریقه لباس پوشیدنش. من قدم بلند بود و مانتوهای بلند می پوشیدم. اون خیلی کوتاه بود. مانتوی بلند بهش نمی اومد اما می پوشید. من گوشی عوض کردم. اونم به 1 هفته نرسید عوض کرد. بهم می گفتند باید ناراحت باشی. اما دلم براش کباب بود. روزایی که میتونست بهترین روزای عمرش باشه به چشم و همچشمی و این که من چی کار میکنم و نگرانی گذشت. اصلاً حواسش به شهاب نبود که تو گوشیش چه خبره. فقط وقتی شهاب میومد مغازه زوم میکرد رو ما 2. واقعاً از اون روزم شهاب دیگه منو به اسم کوچیک صدا نکرد. فامیلیمو میگفت. همه ی حرفامونم از کار و کار بود. احمد بهم گفته بود حسابی خانوادش گفتن که اگر کار اشتباهی کنی حسابتو میذاریم کف دستت. اونم حسابی حواسش جمع کرده بود که جلوی مرجان سوتی نده. یا کاری نکنه که مرجان ناراحت بشه. من و شهاب آخر هر ماه بعد از اینکه مغازه رو میبستیم میرفتیم خونه و مینشستیم حساب کتاب که چقدر سود کردیم و هر کی سهمش رو برمی‌داشت. حقوق کارگرا رو هم میدادیم. از وقتی آجیل فروشی هم داشتیم این کار خیلی طول میکشید. چون حساب کتابمونم خوب نبود. تا صبح 10 بار حساب کتاب میکردیم، جمع میکردیم، تفریق میکردیم تا آخر به یه نتیجه برسیم. و این اولین بار بود که قرار نبود بریم توی خونه‌ای. ناچار بودیم تو مغازه بشینیم. کارگرا که رفتن من بودم، شهاب بود و مرجان. دفتر دستکمون رو آوردیم. مثل همیشه شروع کردیم. مرجان اون گوشه نشسته بود و با گوشیش ور میرفت ولی زیر چشمی مدام ما رو نگاه میکرد. ما هم هیچ حرفی غیر از حساب کتابو نمیگفتیم. یادم 1 میلیون اون روز کم میشد. هرچی حساب میکردیم اون 1 میلیون کم میومد. این دفعه اولی نبود که اینطور حساب میکردیم و کم میومد. بارها تکرار شده بود و به هیچ کس هم شک نداشتیم. آخرش من عصبی شدم و دفتر رو چرخوندم سمت شهاب و گفتم بفرما شما حساب کن. خسته شدم. چشام دیگه سو نداره. گرفت و تا من یه چایی بخورم شهاب داشت با دقت حساب میکرد و توی ماشین حساب میزد. اصلاً حواسش به من و مرجان نبود. مرجان اومد جلو و گفت شاید کسی برداشته. واقعاً اشتباه نمی کنید. بعدم به من چشم دوخت. به خودم نگرفتم گفتم عزیزم من به هیچ کدوم از کارگرام شک ندارم. اگه این مغازه رو 1 سالم بذارم و برم و بگم همه چیش با خودتون فقط حقوقشونو برمیدارن. باقیشو میدن خودم. ما چون ریاضیامون یکم ضعیفه اینجوری میشه.
واقعا باید ماه دیگه یه حسابدار بگیریم. من نمیتونم. دختره گفت حسابدار برای چیتونه؟ من دوره هاشو رفتم. بعد ماشین حساب و دفتر و سمت خودش چرخوند. شهاب عصبی شد و گفت نمیبینی مگه دارم عدد آخرشو درست میکنم؟ تو چی کار به این کارا داری؟ تو دخالت نکن. بذار به کارمون برسیم. بعد زودتر بریم خونه. مرجان انگار بهش برخورد. از جاش پا شد و پیقی شروع کرد گریه کردن و از مغازه رفت بیرون. ساعت 1 بود. کسی تو خیابون نبود. شهاب همینطور نشسته بود و نگام میکرد. گفتم عقل نداری؟ برو دنبالش. برات مسئله میشه ها. شهاب نفس عمیقی کشید و از شیرینی فروشی رفت بیرون. 2 دقیقه بعد اومد تو و گفت بهنوش مرجانو نیست. چشام گرد شد. گفتم بیچاره شدی. خب کجا رفت؟ همین خیابونه دیگه. این شهرم زیاد بلد نیست. شهاب دلهره داشت. رنگ به رخسارش نداشت. گفت دختر مردم یه بلایی سرش نیاد. مغازه رو بستیم. گفت تو ماشینت از این طرف برو. منم از اون طرف. اگه پیداش کردی بهم بگو. وظیفه من نبود واقعا. اما دلم براش کباب بود. نگران بودم اتفاقی برای مرجان بیفته. هر 2 دقیقه یه بار شهاب زنگ میزد و میگفت پیداش کردی؟ منم میگفتم نه. هرچی هم بهش زنگ میزدیم اولش که رد تماس میداد. بعد کلا خاموش کرد. شهاب بهم زنگ زد و گفت بهنوش به خدا این یه بلایی سرش آوردن. چی کار کنم آخه؟ چرا گوشیشو خاموش کرده؟ آرومش کردم و گفتم ادامه بده به گشتنت. کجا میخواد بره؟ ساعت 3 شده بود. کل خیابونه اطرافو گشته بودیم. واقعا نمیدونستم چی کار کنیم. به شهاب زنگ زدم و گفتم من دیگه خوابم میاد. 2 بار پشت فرمون چرت زدم. نمیتونم. دارم میرم خونه. اصلا من چی کار کنم؟ دختری نادون چرا باید این موقع از مغازه بره بیرون؟ بعدم برگشتم خونه. اما ته دلم برای خامی این دختر کباب بود. برگشتم خونه و دیگه به شهاب زنگ نزدم. فرداشم مثل هر روز صبح رفتم سر کار. شهاب صبحا خودش میرفت اداره و نمی اومد. اما ظهر شد و شهاب نیامد. نگران سینا شدم. خونه مادر شهاب بود. به شهاب زنگ زدم که فقط مطمئن شم سینا حالش خوبه. خاموش بود. دلهرم 2 چندان شده بود. تو مغازه راه میرفتم. حالم خوب نبود. آخر دلم طاقت نیورد و به خواهر شهاب که معمولاً سینا پیشش بود زنگ زدم. اونم جواب نداد. مادرش، برادرش، به همه زنگ زدم. کسی جوابمو نمیداد. شروع کردم گریه. بچه‌ها دورم جمع شده بودن. گفتم نکنه اتفاقی براش افتاده. نکنه سینا طوری شده باشه. آخرش با یکی از بچه‌ها نشستیم توی ماشین و رفتیم دم در خونه‌شون. درو باز نمی‌کردن. دیگه کم کم داشت به ذهنم می‌رسید که تو درمونگاه‌ها دنبال سینا بگردم. یادم به احمد افتاد. کلی بهش زنگ زدم. احمدم جواب نمیداد. نگرانیم 100 برابر شده بود. آخرش خواهش کردم و نوشتم من نگران سینام. جوابمو بده. 1 ساعت بعد بهم زنگ زد. این 1 ساعت به بدترین شیوه ممکن بهم گذشت. بهم گفت پیش خانواده شهاب توی درمونگاه بوده. نمیتونسته جلوی اونا جواب بده. گفتم مگه چی شده سینا خوبه؟ گفت آره اتفاقا گذاشتنش پیش مامان من. خودشون همه رفتن. گفت ببین دیشب شهاب میاد خونه. ساعت 4 بوده. من از تو پنجره خونمون نگاه کردم دیدم چند نفر با سنگ وایسادن تو کوچه و دارن با شهاب بحث میکنن. نگو اینا پدر و برادر زن شهابن. گویا شهاب با همسرش تو ماشین بحثشون شده بوده. شهاب اون موقع شب زنشو از ماشین بیرون میکنه. برمیگرده خونه‌شون. دخترم به بیچارگی برمیگرده روستا. دویدم میونه حرفشو گفتم کی گفته شهاب بیرونش کرده از ماشین؟ گفت داداش و بابای دختره تو حرفاشون میگفتن. بعدم اینقدر بلا سر شهاب میارن که شهاب کارش به درمونگاه میکشه. میگفتند هر کاری کرده باشی کاری به کارت نداشتیم. اما این بیغیرتیه که تو خیابون ولش کردی به همون خدا. گفتم بسم الله. ببین احمد خانم تو قنادی با شهاب بحثش شد. بعد از مغازه رفت بیرون.
من تا ساعت 3 صبح تو خیابونا دنبالش میگشتم. شهابم از اون ور. نگرانش بودیم. شهاب دلهوره داشت، رنگ به رخسار نداشت. حالا میگه انداختش بیرون. گفت آره والا. میگه با شهاب بحثش شده. شهاب از ماشین بیرونش کرده. گفتم عجب چیزیه. اون وقت اصلا چطوری خودش رو رسونده روستا؟ گفت دیگه من اونو نمیدونم. به قیافه مرجان با چشمه معصومش نمی اومد بخواد همچین حرفای الکی و سر هم کنه. دوست داشتم از شهاب طرفداری کنم. ولی میدونستم طرفداری من همه چیزو به هم میریزه. باعث میشه همه فکر کنن من و شهاب سر و سری با هم داریم. به هر حال فقط رفتم دم خونه احمدینا و سینا رو از خواهر احمد گرفتم و برگشتم. رفتم تو مغازه، دیدم یه خانومه صندلی گذاشته و نشسته. دیدم دوستم هم هی چشم و ابرو میاد. رفتم جلو، به خانومه سلام کردم. خودشو معرفی کرد. گفت خواهر مرجانم. با لبخند گفت بشین کارت دارم. لبخندی تحویلش دادم و بردمش توی قنادی. گفتم اونجا مشتری میاد، خوبیت نداره. هر حرفی دارید بیایید اونجا به هم بگید. توی آشپزخونه گفت ببین گلم، من میدونم خواهر من خودش اومده بیرون. گفتم بله همینطوره. من کلی نگرانش شدم، دنبالش گشتم. شهر غریب. کارش درست نبود. نمیگه یه بلایی یکی سرش میاره. گفت درست میگی، خیلی نادونه. بعدش تو همین کوچه کناری سوار یک تاکسی شده و اومده خونه. ولی کار شما مایا درسته. ابروهامو بالا دادم و با تعجب گفتم من چی کار کردم؟ گفت همین دیگه. شما و شهاب مگه با همدیگه سر و سری دارید؟ به هم محرم نیستید، چرا با هم همکارید؟ همش کنار همید، خوبیت نداره. اصلا این مغازه اگه برای من بود یا همه پرسنلو میگفتم خانوم باشه یا آقا. الان توی آشپزخونه‌تون هم خانوم داره کار میکنه هم آقا. اصلا درست نیست. از صبح تا عصرم بالاخره پیش همید. خواستم براش توضیح بدم و بگم ما مثل خواهر برادریم با هم. با لبخند روبروش ایستاده بودم تا حرفشو تموم کنه که گفت ما که خوشمون نمیاد. منم جوابی که تو ذهنم داشتم و تغییر دادم. گفتم اولا که این مغازه فعلا مال شما نیست که در موردش تصمیم بگیرید. دوما کارم اشتباهه. بعد کار شما که اون بلا رو سر شهاب آوردند. بهتون زدید بهش، اون درسته. سوما من و شهاب درسته قبلا با هم زندگی کردیم. اما من برای خودم حد و حدودی دارم. هر وقتم که شهاب پیش منی، مرجانم کنارشه. به شهاب بگید بیاد سهمشو بفروشه به من سهمشو برمیدارم. بعدم خودش بره. من چه نیازی به شهاب دارم؟ گفت آخه خدا رو خوش میاد. شهاب باید خرج زندگی بده. تو بیا سهمتو بده. دنیا دور سرم میچرخید. این اتفاقا یه بار دیگه هم برام تکرار شده بود. چون اون آقاست، من کجا بیام؟ این بار سفت ایستادم. بهش گفتم گلم، به خواهرتون بگید قانع باشه. شهاب کارمنده. حقوق کارمندی کافیه دیگه. مگه شهاب بیکاره؟ چرا خدا رو خوش نیاد؟ اون وقت خدا رو خوش میاد. منی که دارم خرج یه زندگی رو میدم دست تنهام. بخوام از کار بیکار بشم. گفت عزیزم شما ازدواج میکنی. آخر یکی خرجتو میده. گفتم من کلی سفارش دارم. حوصله توضیح به شما رو هم ندارم. حرف من همونه. اگه ناراضیید بگید من سهم شهابو ازش میگیرم. گفت مطمئنی؟ یعنی داری که ازش بگیری؟ گفتم بله خانم. من از اونایی نیستم که تو خونه همش در حال استراحت باشم به انتظار اینکه یکی از راه برسه و خرج زندگیمو بده. من با آدمای دور و برت خیلی فرق دارم گلم. الانم اگه از اینجا نری بیرون ناچارم زنگ بزنم 110. سری از مغازه اومد بیرون. روزمو به هم ریخته بود. یه گوشه نشسته بودم. دستم به هیچ کاری نمیرفت. اون روزم از اون روزا بود که فقط تونستم سفارشای خودم رو درست کنم و تحویل بدم. با این حساب، با این اتفاقی که افتاده بود، من تا جایی که میتونستم باید سینا رو پیش خودم نگه میداشتم. چون نگران بودم نکنه اینا بلایی به سرش بیارن. همون روزا سینا رو یه مهد خیلی پیشرفته ثبت نام کردم که نخواد پیش مادر شهاب باشه. کم و بیش حال شهابو از احمد میپرسیدم. معلوم نبود چی کارش کرده بودن. دستاش تو گچ بود.
نمیخواستم خوشحال باشم از این اتفاق، اما تو دلم گفتم بفرما، اینم عروس آفتاب مهتاب ندیده؟ نبوده شهاب اونجا خیلی سخت بود، چون قبلا خیلی کمک میکرد. حالا که نبود سختمون بود. میخواستم زنگ بزنم شهاب، ازش بپرسم اگه دیر میای ما 1 ماه یه نفر رو استخدام کنیم جات. اما نگران بودم گوشیش دست مرجان باشه. در نهایت با دلهوره به خواهر شهاب زنگ زدم. برعکس همیشه خیلی خوب حال و احوال کرد و در کمال تعجب برای من و سینا ابراز دلتنگی کرد. خندم گرفته بود. بهش موضوع رو گفتم. گفت اتفاقا خوب کردی به شهاب زنگ نزدی. شهاب گوشی نداره. گوشیش رو داداشای زنش بردن. گوشی رو داد دست شهاب. احوالاتشو پرسیدم. به شهاب گفتم 1 ماه میخوام یکی رو بیارم جات. گفت بیار. من نمیتونم کار کنم. شایدم بیشتر. خلاصه که داداش یکی از همکارامون اومد تو شیرینی فروشی که کمک حالمون باشه. خواهر شهاب هی زنگ میزد که دلمون برا سینا یه ذره شده. گفتم گذاشتمش مهد. گفت بیارش پیشم، خواهش میکنم. یه روز از مهد بردمش اونجا. دم در گذاشتمش و در رو زدم و در رو باز کردن. خواهرش یه عالمه تعارف کرد. تو هم بیا تو. هدفش رو از این همه محبت نمیدونستم. گفتم کار دارم. اگه کاری داشتی بیا شیرینی پزی. اما ولکن نبود. گفت تا نیای خونه نمیشه. ماشینو پارک کردم و رفتم تو. خیلی وقت بود پا توی این خونه نذاشته بودم. حیاتشون خیلی بزرگ بود و باید کلی پیاده میرفتی تا به اتاق برسی. یک راست بردنم تو اتاقی که شهاب بود. همه جاش آتل بود. دستش، پاش. خندم گرفته بود. تو دلم گفتم بنازمت داداش مرجان. دق دلی اون همه هرسی که خورده بودم و تو در آوردی. گفت میبینی داداشمو؟ گفتم بله دیگه شده. عیبی نداره. گفت حیف و صد حیف که تو در همسایه خوبیت نداره. وگرنه مهرشو میدادیم. بعدم میگفتیم جداشن از هم. حرفی نزدم. یهو گفت حالا امروز قراره بیاد ملاقاتش. شستم خبردار شد برای اینکه مرجان منو اینجا ببینه منو آوردن تو. من این قومو میشناختم. میخواستن لج مرجان رو درارن. سریع از جان پا شدم و گفتم من دیگه برم تا نیومده منو ببینه. هرچی اصرار کرد گفتم نه. گفت با حرف دارم. گفتم خب بیا تو ماشین با هم حرف بزنیم. اصرارش افاقه نکرد. اومد تو ماشین نشست. گفتم ببین الان این مرجان منو تو خونتون میدید چی میشد؟ آیا به ناراحتیای بعدش میارزید؟ دست خواهر شهابو گرفتم و گفتم یادت میمدم در خونتون دنبال شهاب زنگو میزدم بر نمیداشتی که لاقل دلداری بدی یا لاقل شهابو مقصر بدونی. نگام میکردی، کیف میکردی. این رفتارات درست نیست. درست شو. آخرش چی شد؟ سینا این وسط هی دست به دست میشه. ویلون و حیرون. مادرت چقدر رنج کشید. تو این سن ناچار بود سینا رو نگه داره. خودتو چقدر آبروتون رفت با وجود ستاره. الان داداشت ببین به چه روزی افتاده. با این مرجان راه بیایید. هرچی راه بیایید به نفع همه تونه. الان لجشو در می آوردی و منو میدید چی میشد؟ چی عایدت میشد؟ غیر از اینکه قهر میکرد و میرفت و بازی بلایی سر شهاب می آورد. باهاش سرسنگین باشید ولی بهشم بد نکنید. برا خودتون بهتره. تو تمام این مدتی که داشتم حرف میزدم سکوت کرده بود و توی فکر بود. بهش گفتم حالا ازت یه خواهش دارم. سینا رو پیشش تنها نذار. ممکنه یه بلایی سرش بیاره. من سینا رو گذاشتم یه مهد خیلی گرون. 1000 هم بابتش از شهاب نمیخوام. فقط سینا توی آسایش تمام باشه. نگرانم لجبازی یا حسادت یه بلایی سر سینا بیاره. خواهش میکنم ازت. گفت آره اینطور که تو میگی، اینطور که ما دیدیم ازش برمیاد. قضیه خواهر مرجانم بهش گفتم و قسمش دادم چیزی به کسی نگه. گفتم امروز ببین این دختر مرجان چی میگه. راجب خواهرش میگه. بعد بیا به من بگو. در کل بخوام بگم خواهر شهاب اون هوچیگر قبل نبود. گفت هرچی شد بهت زنگ میزنم و میگم. مگه الکیه یکی سهمشو بده به اون یکی. از اونجا دور شدم. دم به دقیقه به خواهر شهاب زنگ میزدم و حال سینا رو میپرسیدم.
اونم آروم میگفت خوبه. ولی اگه بدونی چیا شده، حالا آخر شب بهت زنگ میزنم. نمیدونم چرا فکر میکرد برام مهمه که بین مرجان و شهاب چیا شده. آخر شب دیگه داشتم چرت میزدم که زنگ زد و گفت خواستم بهت بگم چیا شده. خوابم میومد. حرفاشو نمیفهمیدم تا رسید به جایی که یه سری شرط و شروط برای هم گذاشتن و مرجانم گفته هر جور شده باید بهنوش سهمشو بده به تو. به اینجا که رسید سر جام نشستم. آبی به دست و روم زدم و گفتم چرا ولم نمیکنن اینا؟ بابا خب شهاب سهمشو بده به من. هم خدا رو میخواد هم خورما رو. گفتم ببین این دختره رو پررو نکنید. به نظر من شهاب بیاد سهمشو بده به من. این دختره زیر دستش اگه مال و منال ببینه یه جور دیگه میشه. اون روی دیگه‌ش رو باید ببینید. خیلی دیگه پررو میشه. اصلا شهاب چرا باید اینقدر کار کنه؟ از صبح تا ظهر تو اداره؟ ظهرم بدوه بیاد تو مغازه. خواهر شهابم با من همراهی کرد و گفت راست میگی یا؟ والا منم بهش گفتم شهاب چرا باید اینقدر کار کنی؟ بعد بهم گفت چه روییم داره؟ اومده اینجا کنگر خورده و لنگر انداخته. گفتم حالا با لحن خوبم بهشون بگو. من که سهممو نمیدم. هر کار میخواد انجام بده. فردا حدود ظهر بود که خواهر شهاب بهم زنگ زد. گفت مرجان گفته مگه کار داره؟ خودم جای شهاب میرم میستم. داره میاد اونجا. همون موقع بچه‌ها رو جمع کردم. بهشون گفتم چی شده. گفتم قراره مرجان بیاد. چون اون بلا رو سر شهاب آورده بود دل خوشی ازش نداشتن. گفتم باهاش سرسنگین باشید. با همدیگه اصلا شوخی نکنید. خیلی سنگین رفتار کنید. بهش اصلا محل ندید. باهاش نخندید. یه چیز اینجا برامون درست میکنه. حرف برامون در میاره. اصلا ممکنه بگه آقایون اینجا به من نظر داشتن. متوجه شدید؟ حالم هر کی برگرده سر کارش. خلاصه پشت پیشخون نشسته بودم که دیدم اومد تو. خیلی صمیمی باهاش سلام و احوال پرسی کردم. ولی اون یه جوری سرد جواب داد. گفت میخوام ببینم اینجا چه خبره. اینجا چه کار سختی هست که شهاب و مادرش و خواهرش میگند اصلا پسرمون خسته شده و میخواد سهمشو بده بره. گفتم الان کار سختی نیست. چون من یکی رو به جای شهاب گذاشتم. ولی اگه میخوای کارای شهابو انجام بدی ردش کنم بره. کسی که جای شهاب اومده موقته. سریعا اون پسره رو که جای شهاب اومده بود رد کردم رفت. ولی آروم موقع رفتم بهش گفتم یحتمل ناچارشی برگردی. به بچه‌ها گفتم یه وقت باش لج نکنیدا. از نظم و قانون اونجا گفتم. بعد گفتم خب حالا که شما جای شهاب اومدی باید بیای پشت پیشخون و شما حساب کتابا رو انجام بدی. شما با مردم حرف بزنید. گفت این که کاری نداره. اما مدام من دلهره داشتم که این قراره امروز چطوری کار کنه. ادعای زبر و زرنگیش میشد و مدام میگفت این که کار نداره. تو دلم گفتم حالا ظهر کار نداره. 6 عصر خیلی هم کار داره. هفته دیگه که روز مادره خیلی هم کار داره بهت نشون میدم. غروب شد. سفارش ها هی زیاد میشد. مدام آدم میرفت و میومد. یه عالمه آدم اونجا بود. زیرکی مرجان رو نگاه میکردم که چطور دست پاچه شده. چطوری شیرینی میپیچه. مشتری میگفت نون خامه‌ای میخوام. رولت چیده بود. بلدم نبود با مشتری درست صحبت کنه. احترام مشتری رو داشته باشه. چند باری میخواست باهاشون بحث کنه. از کارم دلهره داشتم و خودم رفتم گفتم خواهش میکنم با مشتری درست حرف بزن. وسطش گفت اصلا من چرا باید پشت صندوق وایسم؟ من اینجا رو نمیخوام. مشتریا که رفتند همه باید جمع شن و شیوه اداری اینجا رو تغییر میدیم. گفتم باشه فعلا کارتو انجام بده. یکی از مشتریا همون موقع اومد دنبال کیک تولدش که من براش آماده کرده بودم. کیک حالت توپ بود. بهش تاکید کرده بودم که وقتی مشتری این کیک اومد نباید تو جعبه عادی بذاری. باید تو جعبه‌ای باشه که درش ارتفاع داره. تو کارگاه بودم که دیدم یه دفعه صدای داد و بیداد یه خانومه میاد. دویدم سمت ویترینا. گفتم چی شده خانم؟ گفت بهنوش خانم خودت نگاه کن چی شده. کیکو گذاشته بود تو جعبه‌ای که اندازش نبود. بعدم در جعبه رو گذاشته بود. کله کیکی که شبیه توپ بود پخش شده بود.
یکم فکر کردم که چی بگم، چه جوری جمعش کنم. خانمم داد و بیداد میکرد که 1 ساعت دیگه مهمونام میاد. تولده، چرا اینجوری شد؟ دست خانومه رو گرفتم و بردمش توی کارگاه. خواهش کردم آروم باشه. گفتم همین الان درستش میکنم. گفت چیو میخوای درست کنی؟ الان من با اون همه مهمون چی کار کنم؟ بگم کنسله؟ کلی غذا درست کردم. الان شما بگو چی کار کنم؟ ناچار شدم مبلغی که بابت کیک پرداخت کرده بود و بهش بدم. اندازه کل مهمونا هم بهش شیرینی تر بدم. یه کیک آمادم توی یخچال داشتیم. کوچیک بود. سریع بچه‌ها روش چیه تولدت مبارک نوشتن و دادن دستش. یه عالمم گفتم معذرت میخوام. منو ببخشید. اما آخرش خانومه راضی نبود و با کلی غر از مغازه رفت بیرون. واقعا الان وقتش نبود بخوام چیزی بگم. بهش گفتم تو 1 ساعت یه جا بشین استراحت کن. خودم کارا رو راستوریس میکنم. فقط تو دست و پا نباش. ساعت 10 بود. دیگه مشتری نبود. بچه‌ها آروم آروم خدافزی کردن و رفتن. مرجانم مثل شیرین اغلا روی صندلی هی تاب میخورد. بچه‌ها که رفتند بدون رو در وایسی زنگ زدم به شهاب و جوری که بشنوه داد و بیداد رو انداختم و گفتم یا همین فردا خودت پا میشی میای اینجا یا مرجانم نمیاد. ماجرای اون روزو به شهاب گفتم تو که نمیخوای مغازه هم مثل مهرداد بشه. خودت میدونی. الان اصلا من با تو شریکم. نه با مرجان. فردا اینو من راه نمیدم. شهاب داشت حرف میزد و میگفت آروم باش. مرجان اومد نزدیک و گوشی از دستم گرفت و گفت به کی داری میگی؟ با کی داری حرف میزنی هان؟ مگه من بهت نگفتم دیگه حق نداری با بهنوش حرف بزنی؟ اومدم گوشیمو از دست مرجان بگیرم. گوشی رو ول کرد رو زمین. با ناراحتی زیاد. گوشی 1000 قسمت شده بود. واقعا دیگه نمیتونستم. کشش نداشتم. همه ی نیرومو تو صدام جمع کردم و بلند گفتم از اینجا برو بیرون. گفت نمیرم. میخوای چی کار کنی؟ دیگه لجمو در آورده بود. رفتم گوشی کوچیک دیگرمو که قدیمی بود از تو کیفم در آوردم. گفتم الان زنگ میزنم 110. ببینم میخواد چی کارت کنه. اینو که گفتم از مغازه رفت بیرون. رفتم تو کوچه کناری و نگاه کردم. دیدم دم آژانسیه ایستاده. مغازه رو بستم و سوار ماشینم شدم. یک راست رفتم دم خونه شهابینا. مامانش در رو باز کرد. رفتم تو اتاقی که شهاب بود. گوشیمو در آوردم. گفتم نگاه کن. اینو میبینی؟ این مثل سرنوشت مغازه مهرداده. اینو ببین. مثل سرنوشت ماست. حواستو جمع کن. اگه یه روز دیگه این مرجان تو مغازه باشه سرنوشت ما مثل سرنوشت مهرداد و مغازش میشه. همون موقع دیدم در خونه شهابینا میخوره. مرجان بود. خودش نمیدونم با چی صورتشو خط خطی کرده بود. با گریه داشت میومد بالا و میگفت بهنوش این کارو کرده. قسم میخورد و میگفت بهنوش این کارو انجام داده. جلوش ایستادم و گفتم مثل شهاب که تو خیابون از ماشین انداختت پایین. شهاب هیچی نمیگفت. جسارتشو نداشت. دیده بود داداشای مرجان چی کارش کردن. گفتم مرجان اگه ثابت کنم من این کارو نکردم حاضری کاری کنی شهاب سهمشو بده به منو بره؟ گفت آره. اون وقت اگه من ثابت کنم چی؟ گفتم اگه تو ثابت کنی این کار من بوده من سهممو میدم. نمیدونستم میخواد چی کار کنه. ولی من تنها چیزی که به ذهنم خطور کرد این بود که همون شب رفتم مغازه و دوربینا رو چک کردم. واضح تمام رفتارای مرجان افتاده بود. چه اونجا که اون بلا رو سر کیک تولد آورده بود، چه اونجایی که گوشی منو به اون روز انداخته بود. بهشون زنگ زدم. گفتم بشینید. من دارم با مدرکم میام. فیلما رو ریختم رو گوشیم. برگشتم خونه. فیلما رو بهشون نشون دادم. مادر شهابم مدام گریه میکرد و میگفت بیچاره شهابم. این چی بود گیرت اومد؟ مرجان یهو داد کشید. تو ورور نکن. به تو ربطی نداره. خواهر شهاب داد کشید با مامان من درست صحبت کن. مرجان دیگه هیچی نگفت. رفت از خونه بیرون. بعد دیدم یه چی رو زمین برداشت و
پنجره ها رو آورد پایین. کسی جلودارش نبود. کپ داداشش بود. همه دلهوره داشتن. سینا بغلم اشک میریخت. سینا رو گرفتم و از اونجا رفتم بیرون. برگشتم خونه. فردا صبحش به یه نفر که وکیل بود و از آشناهام بود زنگ زدم و حرف زدیم. بهم گفت ببین تو با مدارکی که داری میتونی همسر شهاب رو راش ندی. مگه شهاب بهش وکالت بده. از فرداش راه نده. دیدم راست میگه. اصلا به سودم نیست که اینو راه بدم. همون موقع زنگ زدم به کارگری که دیروز ردش کرده بودم. گفتم فردا که جمعه است. از پس فردا دوباره بیا. خیلی زبل بود. دبیرستانی بود. ولی اون مغازه رو اگه تنها میدادی دستش میگردوندش. مشتریامونم دوستش داشتن. چند ساعت بعد دیدم سینا داره زنگ میزنه. گفتم خب چه عجب. چی شده؟ گفت آخرش 110 اومد برداشت بردش. من از داداشش شکایت کرده بودم. به خاطر مرجان اون شکایت رو پس گرفتم. اما دوباره به جریانش میندازم. این بار نمیگذرم. این چه قومی بود نصیب من شد. گفتم خودت میدونی. به من ربطی نداره. فقط سعی کن دیگه نیا تو مغازه من. جمعه خیلی نگران بودم و دلهره داشتم. زنگ زدم به کسی که دوربینا رو بسته بود. 2 تا دوربین دیگه هم برای مغازه اضاف کردم. تمام قفل و کلیدام عوض کردم. گفتم یه وقت این دختر مرجان از کلیدا داره. عقل درست و حسابی هم که نداره. میاد یه بلایی سر مغازه میاره. به شهابم به عنوان شریک اطلاع دادم و گفتم شرمنده ولی کلیدا رو بهت نمیدم. اونم از این موضوع راضی بود. به شهاب گفتم شهاب بیا سهمتو بده. مگه یه مغازه چه ارزشی داره که زندگی تو به هم میریزی؟ گفت بهنوش به خدا بحث مغازه نیست که. من راستشو بخوای از این دختر و خانوادش دلهوره دارم. نگران خودش و داداشاش یه رنگ کم عقلی دارن. من چطور میتونم با این زندگی کنم؟ گفتم راستش من نمیذاشتم هم سینا با شما زندگی کنه. یا باید پیش مادر سینا می بود یا خودم. معلوم نیست. ازش بعید نیست. شاید میرفتید سر خونه زندگیتون. سینا رو میبردی یه بلایی سرش میآورد. با هم همراهی کرد. گفت مهریه‌اش زیاد نیست. زیادم بود کل زندگیمو میدادم. فقط کاش دیگه این بهم زنگ نزنه. بس دیگه. حق داشت. مرجان واقعا عقل درست و حسابی نداشت. حالا که شهاب از همشون شکایت کرده بود و حساب کار دستشون اومده بود خیلی نگرانیم کمتر شده بود. خلاصه که دادگاه‌های شهاب و همسرش برای جدایی شروع شده بود. عملاً مغازه فقط برای من بود. شهاب حال روزش بهتر شده بود ولی میگفت حوصله مغازه ندارم. نمی اومد. منم به جاش کارگر گرفته بودم. آخر هر ماه هم حقش رو به حسابش میریختم. بعد 2 ماه دیدمش. محاسنش کلی بلند شده بود. شکسته شده بود. موهاش جوگندمی شده بود و معلوم بود ناخوش احواله. لاغر شده بود. اومده بود که بعد 2 ماه سینا رو ببینه. گفتم اگه میخوای بردار ببرش با خودت. گفت نه نمیتونم. نگرانم یه اتفاقی بیفته. از کاراش پرسیدم. گفت مرجان میگه من نمیخوام جداشم. هیچ جوره نمیخواد جدا بشه. دادگاه و مدام عقب میندازه. با وکیل حرف زدم. میگه پرونده مشابه تو 6 سال کار جداییش طول کشیده. چون خانم یه بار نمیمده دادگاه. یه بار میومده گریه میکرده. هر بار یه جور. گفتم شهاب همه این بحث از مغازه شروع شد. از اینکه من با خواهرش اونطور صحبت کردم. سهمتو بده به من. بعدم بهشون بگو کل سهمتو دادی به کسی دیگه. نگو به من. بگو کلم فروختی به یه نفر دیگه تا ولت کنن. گفت واقعا نمیدونم چی کار کنم. چی درسته چی اشتباه. دوباره اصرارم شروع شد. گفتم یه روز صبح میای میبینی یه بلایی سر این مغازه آوردنم. من تا مدت ها نمیام تو مغازه. بگو بهنوش سهمشو داده به یکی دیگه. جفتمون دادیم. یه دفعه گفت بهنوش مادرم اینا در حقت ناحقی کردن. من در حقت ناحقی کردم. سری تکون دادم و گفتم گذشته ها گذشته. ولی اگه میخوای به من لطف کنی، اگه میخوای الان در حقم ناحقی نکنی، بیا مغازه رو بده به من.
من الان یه مادر قویم، یه بهنوش قوی. اونقدر حرف زدم که شهاب به اینکه سهمشو به من واگذار کنه راضی شد. زمین رو بهش دادم و سهمش رو ازش گرفتم. حالا کل این مغازه برای من بود. همون روز به تمام همکارام شام دادم. مهمونشون کردم. خیلی خوشحال بودم. اون موقع ها مهران دیگه مغازشو بسته بود و برگشته بود شهرمون. چند وقتی گذشت. یه روز دختر خالم که صمیمی‌تر از همه بود به هم زنگ زد. گفت میدونی چی شده؟ گفتم نه. من خیلی وقت اینجا نیومدم. با خانوادم هم شاید ماهی 2 بار تلفنی حرف بزنم. وقتی هم که میان باغ من نمیرم ببینمشون. گفت شاید باورت نشه ولی حنا برگشته. باورت میشه؟ الکی میگفتن که عقد کرده. حتی عقدم نکرده بود با اون یارو. حتی بابای حنا امضا هم کرده بود که با هر کی میخوای برو ازدواج کن. ولی وقتی میرد اون شهر و یه ماهی میمونند یارو عقدش نمیکنه. حالا برگشته. باباش بردش توی اتاق درو بسته نمیذاره اصلا از خونه بیاد بیرون. گفتم چی بگم والا. حقش بود. به ما چه؟ امیدوارم خوشبخت اونم. گفت نه دیگه. به ما همه چه. یه چیز عجیبتر میخوام بهت بگم. این که مهران گفته من هنوزم میخوامش. این جمعه قراره برن عقد کنن. از تعجب از جا بلند شدم. ادامه داد. مامان باباشم گفتند دختر ما هنوز ازدواج نکرده. بیایید. شناسنامه‌اش هنوز هیچ اسمی نیست. این چند وقتم دانشگاه بوده. حالا برگشته. مامان بابای مهرانم میگن الکی میگید. خب الکی میگن. آخه حرف الکی به این بزرگی مگه همچین چیزی میشه؟ دانشگاه بوده. انگار هیچکی هیچی حالیش نیست و فقط اونا میفهمن. خلاصه که مهران این حرف الکی شیرین رو باور کرده. گفته من همینو میخوام. اما دایی و زندایی نمیخوان. اگه بدونی همش بس. همش مهران گذاشته رفته. چند روز نیامده تا مامان باباشو به حنا راضی کنه. در نهایتم تونست. حالا قراره بدون آرایشگاه، آتلیه یا تالار ازدواج کنن. مهریشم فقط یه سکه. باورم نمیشد. گفتم جدی مهران باور کرده با یه نفر دیگه نرفته و رفته بوده دانشگاه. گفت خب دلش میخواد باور کنه. بذار باور کنه. بعد یهو گفت بهنوش تو نمیای. یه جشن عقد خیلی کوچیک میگیرن. خرجشم بابای حنا میده. میخواد از سر زبونا بیفته. لبخند زدم و گفتم چرا که نه؟ معلومه که میام. ولی کسی منو دعوت نکرده. گفت تو با مامان بابات بیا دیگه. زنگ زدم مامانم. اسمی از عقد آخر هفته نیورد. گفتم مامان چرا اسم نمیاری؟ تو که اون سال خیلی اصرار داشتی من بیام تو عقد مهران. میگفتی خوبیت نداره. پشت سر حرف در میارن. خب منم الان میخوام بیام. مامانم میگفت نه. این یکی فرق داره. من میدونم تو میخوای بیای بلوا بپا کنی. یه چیزی بگی مجلس به هم بریزه. گفتم هرگز. مگه من بی اصالتم که از این کار انجام بدم. بس کن مامان. تو هنوز منو نمیشناسی؟ هنوز هم فکر میکنی من اشتباه کردم و مهران درسته کارش که حق منو خورد؟ فکر کردی من گذشتم؟ الانم مهران داره تقاصه ناحقی که در حق من انجام داد و پس میده. مامانم گفت من که راضی نیستم. ولی بیا هر کار دلت میخواد کن. منم منتظر بودم که مامانم فقط بگه هر کاری دلت میخواد انجام بده. زنگ زدم به شهاب و ماشینش رو ازش قرض خواستم. اون ماشینش مدلش بالاتر بود. میخواستم شبی که جشن داشتن منم اونجا باشم. جشن تو خونه بود نه تالار. خلاصه که از شهرستان اومدم دم خونه مامانم اینا ایستادم. چند باری بوق زدم که با هم بریم. همراه مامانم و برادرم و پدرم رفتیم سمت خونه مهران اینا. من این مدت خیلی عوض شده بودم. تا جایی که شده بود به خودم رسیده بودم. خیلی به خودم رسیده بودم. همه نگاه ها از حنا برداشته شده بود و پشت سر من پیچ پیچ میکردن.
دختر خالمم اومد جلو و کلی تحویلم گرفت و بغلم گرفت. حنا خیلی از بین رفته بود. از ریخت و قیافه افتاده بود. رفتم سلام کردم و به اونم تبریک گفتم. بعد برگشتم. دختر خالم گفت میدونی مهران با این ازدواج برد. گفتم چه بردی؟ آبروی مهرداد کلن رفته. گفت نه دیگه. الان اومده حنا رو گرفته. مهریه یه سکه. نه عروسی نه چیزی. حنا جسارت نمیکنه حرف بزنه. بگه فلان چیزو میخوام. بهمان چیزو میخوام. بعد الان مهرداد که دیگه هیچی نداره. اون قنادی به اون عظمت و داد و اومد. هیچی نداره. بابای حنا بهش خونه داده. با 1000 تا اینور و اونور دستشو توی یه شرکت بند کرده. فقط برای اینکه مهرداد مرام به خرج داده و اومده دوباره حنا رو گرفته. حنا رو خواسته. این کارا رو هم انجام داد که مامان بابای مهرداد دوباره راضی شدن. مراسم تموم شد. به اصرار مامانم رفتم خونه‌شون. دوست نداشتم بمونم اونجا. مامانم شروع کرد غر زدن که تک و تنها تو شهر غریب زندگی میکنی. کلی حرف دنبالته. اصلا این ماشین گرون رو از کجا آوردی؟ گفتم مامان کار کردم. گفت آخه این چه کاریه؟ کارت قنادی رو در آوردم و بهش نشون دادم. گفتم بفرما قنادیه. نمیدونی؟ هر کی هم ازت پرسید این کارت رو بهش نشون بده که خیالشون راحت بشه. بعد گفتم اگه قرار غر بزنی تا من برگردم و برم. قبول نکردن. آروم گرفتن. مامانم یکم حرف زد. از مرتضی گفت دستش بعد اون اتفاق دیگه درست و حسابی کار نمیکنه. جواب دادم دیدمش. چقدرم پیر شده. گفت آره میبینی. گفتم حالا آبجیم چطوره؟ خیالش راحته که من نونخوره اضافه نمیام خونه بابا. مامان گفت چی بگم والا. به دل نگیر. اونم یه چیزی گفت. حوصله بحث نداشتم. صبح زود آفتاب بیرون نیومده سوار ماشینم شدم تا برگردم شهرستان. در حوصلم نمی گنجید که بخوام اینجا بمونم. اینجا یادآور روزای تلخ من بود. با هیچ کسم خدافزی نکردم. برگشتم. حال و روز تک تک کسایی که با کلامشون یا رفتارشون به من رنج رسونده بودن و دیدم. چه مرتضی، چه خواهرم، چه دایی، چه زندایی، همشون. توی اون مدت هر روز شهاب بهم زنگ میزد. از کاراش، از روند جداییش میگفت. چند باری غیر مستقیم گفت. اگه از مرجان جدا بشم دوباره میای ازدواج کنیم. من بحثو به یک طرف دیگه میکشوندم. نمیخواستم مستقیم بهش بگم نه. فقط به خاطر سینا. چون سینا هنوز حضانتش با من نبود. همش میگفتم حالا ببینیم چی میشه. تو میتونی جدا بشی. میگفتم زیاد به من زنگ نزن. اگه خانواده مرجان بفهمن میدونی چی کار میکنن. 3-4 ماهی از عقد مهرداد گذشته بود. توی این مدت یک آقایی که خودش شیرازی بود ولی همسرش مال این شهرستان نبود میومد و چند روز یه بار یک کیک میگرفت. یه بار وقتی کیکش رو کشیدم بهش گفتم عیال واریدا. انگار منتظر بود من اینو بگم تا سفره دلشو وا کنه. گفت همسرم مرحوم شده. دخترم خیلی به مادر زنم یعنی به مادر بزرگش وابسته است. وقتی میرم شیراز مدام بهونه میگیره گریه میکنه. حالا چند وقتیه گذاشتمش اینجا. دلم نیامد با خودم ببرمش. خدا رو خوش نمیاد. حالا وقتی که میام اینجا خیلی دلش کیک تولد میخواد. برای همین هر ماهی که تو روز تولدش میام براش یه دونه کیک میگیرم. یا هر مناسبت دیگه. انگار چشم و دلش سیر نمیشه. بعد شروع کرد خندیدن. وقتی میخندید دندونای ردیفش خیلی نمایان میشدن و یه جور خاصی با نمک میشد. بهش گفتم مثل پسر من. اونم این همه کیک میبینه. ولی چشم و دلش سیر نمیشه. نمیدونم چرا. اکثرا میذارمش مهد که نیاد تو مغازه. والا نگرانم قند بگیره. خلاصه اون آقا اینقدر رفت و اومد که باب آشناییتمون وا شد. این اولین بار بود بعد این همه سال از یه مرد خوشم میومد. سعی میکردم فاصله بگیرم. شیفتش نشم بهش عادت نکنم. ولی نمیشد.
مجید خیلی به دل می نشست. چشمای درشت، موهای جوگندمی و پوست سبزی. همش یه ترکیب فوق‌العاده ساخته بود. اکثرا توی ظهر می اومد که مشتری نباشه. می نشست ساعتها حرف می زد. بعدش به شماره‌ای که روی کارت مغازه بود زنگ زد. شماره خودم بود. شروع کرد پیام دادن، حرف زدن. با هم دیگه حرف می زدیم. جزئیات ریز و درشت زندگیمو بهش گفته بودم. اما سعی می کردم بهش دل نبندم. فاصله‌مو با مجید حفظ می کردم. در حد حرف زدن روزمرگی بود. گاهی وقتا که خودش اینجا نبود و شیراز بود، من توی مدرسه برای دخترش لقمه می بردم. بدون اینکه بفهمه کی بوده آورده. از این لقمه بردن فهمیدم. به مجید دل بسته شدم که دخترش برام مهم شده. تا اینکه یه روز مجید بهم گفت میای 4 نفری بریم بیرون. من و تو، دخترم و پسرت. قبول کردم. از صبح قرار شد بریم یه باغ تا شب. یه سفر کوتاهی یه روزه. به دخترش گفته بود با هم شریکیم که حساس نشه. من از بیشترین چیزی که دلنگران بودم نارو زدن بود. اونم با گوشی. نمیخواستم احساساتمو به پای یک آدم دیگه مثل شهاب بذارم. برای همین مجید و مدام خوب زیر نظر داشتم. کسی زنگ نزنه، با کسی صحبت نکنه یا پیام نده. وقتی حواسش به کباب درست کردن پرت شده بود گفتم آقا مجید، گوشی تو میدی؟ من زنگ بزنم یکی از دوستام. یکی از شاگردامونه. گوشی خودم خاموش شده. گفت من دستم بنده. گوشیمو خودت بردار. رمزش 4 تا 1. گوشیو برداشتم. رفتم یکم اون طرفتر. تنها کاری که تونستم توی اون لحظات کوتاه انجام بدم این بود که یکی از پیام رسانهای مجید رو روی گوشی خودم بریزم. از اون به بعدش هر پیامی برای مجید میرفت، برای منم میومد. 1 دقیقه طول کشید، ولی رنگم پریده بود. هول و نگران شده بودم. نزدیک بود گوشی از دستم ولشه تو رودخونه. دل تو دلم نبود که چکش کنم. ولی با خودم گفتم بذار وقتی رفتی خونه سر فرصت. شب که برگشتیم به محض اینکه سینا خوابش برد رفتم سمت گوشی. رفتم ببینم به کیا پیام میده. چیا رو دنبال میکنه. به چیا علاقه منده. چند تا صفحه لطیفه. مجله و اینجور چیزا دنبال میکرد. یه گروه هم داشت از همکاراش. پیامشم هیچی نبود. جز پیام دادن به یک خانم که اونم متوجه شدم خواهر همسر مرحومش بود. خانم خودش اومده بود به مجید پیشنهاد ازدواج داده بود. میگفت مامان میگه دخترت راحت میشه. با خودمونه. من با مادرش فرقی نمیکنم. نوشته بود برای دخترت بهتره. مجیدم نوشته بود مردم در موردمون چی میگن؟ ما خوب نمیدونیم اینو. با احترام ردش کرده بود و بعد از اونم دیگه هیچ پیامی بینشون رد و بدل نشده بود. مدام شهاب میومد تو ذهنم. چقدر با مجید متفاوت بود. دیگه فقط منتظر بودم. منتظر این که مجید بهم پیشنهاد ازدواج بده. چند بار دیگه ای رفتیم بیرون. ولی 6 ماه طول کشید تا خواستش رو بیان کنه. این آخریا دیگه داشتم ناامید می شدم. با خودم می گفتم همش وهم و خیاله. مجید اصلا تو رو دوست نداره. ولی شد. یه روز بالاخره گفت حاضری با من ازدواج کنی؟ همون موقع بیدرنگ گفتم آره، اما فقط یه چیز میمونه. ذوق کرد. گفت هر چی باشه قبوله. گفتم قنادیم چی میشه؟ من نمیتونم ولش کنم. جواب داد من فکر اونجاشو کردم. اصلا من قبل از اینکه با تو آشنا بشم قرار بود بیام توی این شهر رو زندگی کنم. چون وابستگی دخترم به مادر بزرگش بیش از اندازه است. اونو بیشتر از من دوست داره. منم نمیتونم ولش کنم برم به همون خدا. پس من قرار شده بیام این شهر. کارامو دیگه انجام دادم. قراره انتقالی بگیرم و بیام توی یکی از ادارجات اینجا. حقوقم خیلی کمتر میشه. ولی نمیتونم دیگه از دخترم دور باشم. یکم حرف زدیم. گفتم من قانعم. فقط یه سوالی ازت دارم. نمیخوام ناراحت شی.
ولی چرا با خواهر همسر قبلیت ازدواج نمی‌کنی؟ حسی بهش نداری یا چی؟ گفت من تصمیم نداشتم اصلا ازدواج کنم. تو رو که دیدم ازت خوشم اومد. بعدشم من خیلی برام مهم بود اگر قراره با کسی ازدواج کنم همه چیزش مثل خودم باشه. نه کسی که هرگز ازدواج نکرده. میدونستم با هم نمیساختیم. اصلا در حق اون آدمم ارچاف میشد. اون هرگز ازدواج نکرده. حقش نبود. چرا باید همچین فداکاری انجام میداد؟ بعدشم هیچ علاقه‌ای بهش ندارم. مثل خواهر خودمه. من اصلا آبجی صداش میکردم. حالا بشه همسرم. یه جوریه. بعد ادامه داد. فقط یه چیزی میخوام. یه مشاورم بریم. که خیالمون راحت شه. با ذوق سری به نشونه تایید تکون دادم. مدام تو ذهنم با شهاب مقایسش میکردم. چقدر ازش خواهش کرده بودم. یه بار با هم دیگه بریم مشاوره. اما نیامده بود. خلاصه که مشاور به مجید گفته بود دخترتون نذار پیش مادر بزرگش بمونه. روزا بذار. اما شب بردار و بیار خونه. اینطوری کم کم به خودت عادت میکنه. 1 ماه بعد مجید انتقالی گرفت. با هم دیگه یه خونه پیدا کردیم. اون دوران خیلی سرم شلوغ بود. به مشاوره رفتن. به خونه گرفتن. دنبال خونه گشتن. میخواستم وسایلمو نو کنم. دنبال وسایل میگشتم. تو تمام این مدتم با دخترش هر روز بیرون میرفتیم. سعی میکردم نظرشو به خودم جلب کنم. دیگه قرارهای ازدواجمون هم گذاشتیم. به مجید گفتم من مهریه نمیخوام. خودم اندازه کافی دارم. اما حق جدا شدن، حق حضانت فرزندو به هم بده. اونم موافقت کرد. بالاخره بعد از 1 سال آشنایی تاریخ دقیق عقدمون مشخص شد. به خانواده‌ام اطلاع دادم. نمیخواستم مثل بی کس و کارها به نظر برسم. رسما خواستگاری کردند. و خانواده‌ام خوب از خداشون بود. بله دادند. به شهاب چیزی نگفته بودم. چند باری که مجیدو توی مغازه دیده بود بهم زنگ زده بود که این چی میخواد تو مغازه تو؟ چرا هر روز پا میشه میاد اینجا؟ برای اینکه حساسش نکنم گفته بودم شریکه. تا اینکه عکس 2 نفرمون و روز عقد گذاشته بودم تو صفم. دیدم شهاب داره زنگ میزنه. اول رد تماس دادم. بعد جواب دادم. گفت به به مبارک باشه. تو که میگفتی شریکمه. گفتم لزومی نداره به تو جواب پس بدم. یهو گفت سینا رو ازت میگیرمش. گفتم نیازی نیست. خودم میارمش. از حسودی نمیدونست چی کار کنه. گفتی که نمیذارم سینا رو ببینی. بلندتر گفتم بس کن شهاب. این کارا چیه؟ چرا مثل بچه‌ها رفتار میکنی؟ هر کسی به چیزی که لیاقتشه میرسه. کافیه. آدم باش. اگه نذاری سینا رو ببینم ناچار میشم یه طور دیگه ای رفتار کنم. از طریق آگاهی پیگیری میکنم. پس بس کن. دورا دور میشنیدم که شهاب داره از همسرش جدا میشه و آخرشه. چند ساعت بعد خواهرش بهم زنگ زد و گفت بهنوش چرا این کارو کردی؟ ما امید داشتیم تو و شهاب بعد جدایی مرجان دوباره با هم زندگی کنید. چی میشد اگه به خاطر زینا زندگی میکردی؟ لجبازی. گفتم من اگه تا ابد هم بدون همسر میموندم با شهاب ازدواج نمیکردم. من 2 بار بهش فرصت دادم. خودتو بذار جای من. همتون شهابو میشناسید. اگه همسرت هر 2 دقیقه 1 بار با یه نفر حرف میزد تو میتونستی بپذیری؟ جواب داد خب تو درستش میکردی. درست میشد تلاشتو میکردی. گفتم من مادرش نیستم که تربیتش کنم. حوصله‌شم ندارم. بی خیال. بذار اون احترامی که بینمون توی اون مدت رفت و آمد درست شد همینطور بمونه. الانم دیگه کار از کار گذشته. من دارم میرم سر خونه زندگی جدیدم. تمام وسایلی که شهاب برام گرفته بود و بسته کردم و گذاشتم تو خونه قبلی. بیاد همه رو برداره و ببره. خونه‌ای که گرفته بودیم نسبتاً بزرگ بود. 3 تا اتاق داشت.
با اینکه شهاب میگفت نمیذارم سینا رو ببینی، اما من یکی از اتاقای کوچیکتر رو برای سینا آماده کرده بودم. وسایل و لباسا و کمد اونو چیدم توش. میدونستم سینا تهش برا خودمه. وقتی از مرجان جدا میشد، دوباره به همون روال سابقش برمیگشت. میرفت دنبال این و اونو، سینا رو میذاشت پیش مادرش. هیچکی هم حریف سینا نمیشد. خیلی شیطون بود. میدونستم مادرش میاد و سینا رو آخر به من میده. مادرش خسته میشد. خلاصه اینکه زندگی رو با مجید شروع کردم. زندگی که لایقش بودم. پر از آرامش. دلهره‌ای نداشتم. با هر زنگ تلفن مجید حری تو دلم نمیریزه. دخترشم به کمک مشاور آروم و خوب بود. خیلی هم خوب تربیت شده بود. الان با اینکه 7 سال گذشته هنوز هم مادر بزرگش چشم دیدن منو نداره و مدام در مورد من حرف میزنه. خب بهش حق میدم. اگر منم جای اون بودم شاید اینطور رفتار میکردم. شهاب هنوز مجرده. دیگه ازدواج نکرد. خانواده‌اش برای کسی پاپیش نذاشتن چون میدونستن شهاب هیچ کسو نمیتونه خوشبخت کنه. سینا هم به یه سنی که رسید خودش گریه میکرد و نق میزد که منو میخواد و الان با اینکه حضانتش به عهده من نیست اکثر مواقع پیش منه. با من داره زندگی میکنه در کل. توی تمام این سالها رفتاری ندیدم که از مجید بخوام بیزار بشم یا ناراحتم کنه. همیشه مهربون و خنده‌رو و خوش اخلاق بود. امیدوارم تک تک کسایی که داستانمو گوش دادند زندگیشون مثل الان من خوش و خوشبخت باشه و با آدمی که قدرشونو میدونه زندگی کنن. به چیزی که لیاقتش رو دارن برسن. خب عزیزان داستان ما به سر رسید. از تک تکتون متشکرم. شما وفادارترین دنبال کننده های منید که این 2 قسمت طولانی رو گوش دادید. ازتون واقعا ممنونم. خیلی دوستتون دارم. خیلی برام ارزشمندید. تا یک روایت دیگه فعلا.